دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی؟ دوباره ماه دگر شد چرا نمی آیی؟ پرنده های مهاجر حالا نبرگشتن، دوباره چه سر شد چرا نمی آیی؟ دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی؟ دوباره ماه دگر شد چرا نمی آیی؟ پرنده های مهاجر حالا نبرگشتن، دوباره چه سر شد چرا نمی آیی؟ به منزل پیاده باز آمد، گل پیاده به منزل پیاده باز آمد. برفتنت چقدر شد چرا نمی آیی؟ دوباره ماه دگر شد چرا نمی آیی؟ پرنده های مهاجر حالا نبرگشتن، دوباره چه سر شد چرا نمی آیی؟ مسافر به خانه برگشتن، برادران مسافر به خانه برگشتن. دوباره قهقه در شد چرا نمی آیی؟ دوباره ماه دگر شد چرا نمی آیی؟ پرنده های مهاجر حالا نبرگشتن، دوباره چه سر شد چرا نمی آیی؟ همون ستون بلنده وطن بود بامش، همون ستون بلنده وطن بود بامش. با استخوان پدر شد چرا نمی آیی؟ دوباره ماه دگر شد چرا نمی آیی؟ پرنده های مهاجر حالا نبرگشتن، دوباره چه سر شد چرا نمی آیی؟ پرنده های مهاجر حالا نبرگشتن، دوباره چه سر شد چرا نمی آیی؟
به شماره های قطره باران، به شمار ذره های برف، به شمار گرد ریگ بیابان، به شمار ستاره های آسمان، به شمار برگ های درختان، برای همه شما دعای نیک داریم. برای شما همه این مقدار خوشبختی میخواهیم. السلام علیکم. من این عباره های زیبا را از کیمیای سعادت امام غزالی در خاطر دارم. چقدر زیبا برای همه شما گفته، نگفته که میلیون و میلیارد و اوندتریون و با رقم های کلان کلان دیگر، گفته به شمار ریگ بیابان، به شمار ذره های برف آسمان، یا بگیر شما را گیر، چقدر برای شما من خوشبختی میخواهم. خب خوشبخت خانه آباد باشد. برنامه پرنده های مهاجر است. باز هم از اکران، از همین سیمای تلویزیونی پیام تیوی بر خانواده شما مهمان است، در گوشه های موبیلی شما، در شیشه کامپیوتر شما. و یک بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله. سلامتی میخواهم، سلامتی بردوام بر همه شما. باز هم سه شنبه فرا رسیده و قبل از آخرین برنامه تیر ماهی امروز سال است. بعد یک برنامه دیگر فصل زمستان فرا میرسد. از وطن عزیز پیوسته خبر میدهند که در شهر و نواحی برف میبارد. برف سفید یعنی سردی فرا رسیده، یعنی زمستان. زمین دیگر در خواب است، دیگر حاصل نمیدهد، دیگر دم میگیرد. کورپای سفید به بر کرده. در خاندانهای تاجیک آیا برق هست؟ آیا گرمی هست؟ آیا شکمتان سیر است؟ آیا غمتان دور است؟ آیا چشمهای انتظارتان از دیدار فرزندکان سیر است؟ آیا نیو باشد در خانه همه شما بخت و سعادت پایدار، هم در این دنیا هم در آن عقبی باشد. گفته تمنا میکنم هر کس نیتی نیک کند، فرشته ها آمین میکردند که اول بر خودت. گفته من همین حدیث زیبا را خوانده بودم. خب برنامه پرنده های مهاجر، خیلی فکر کردم که انا همین روز همین برنامه را چه نام گذاریم که بر حوادث گذشته همین همین آخرین حادثه ها، یعنی که در آغاز هفته از روز شنبه سر کرده، وابستگی داشته باشد. اول حادثه را خواندم که در سنت پترزبورگ روسیه، مثلا از رسانه اصلاح محمد اقبال صدرالدین برآمد کرده، گفت که در دوام 2.5 ماه چندین نفر تاجیکان وفات کردند و رسم های آنها را با شناسنامه هایشان یک نمایش داده گذاشتند تا مردم نگویند که او بافته است، ساخته است. و باز هم خبرهای دیگر خواندم که وابسته به همین حالت است. در مسکو یک تاجیک را کشتند، همین صبح همین روز بود، کارت خریدند بر او و نفرانی دیگر و همین گونه حادثه های دیگر. و یک حادثه عجیبه هم بود که خبرش را در هفته برنامه برایتان میخونم. من خواستم که برنامه رو وابسته بر همین موضوع بخشیده باشم، یعنی طبقه مهاجر تاجیک، طبقه تاجیک برای ریسک و روزی را جمع کردن به روسیه رفته، با این حد حقوقش پایمال می شود، به این حد کسی جانبداریش نمی کند، کسی بر سرش سروری نمی کند و جز خدا دیگر دادرسی ندارد. نام هایی که برای برنامه فکر کردم خیلی جمله های درازگاه ها باید هم می شدند که کسی نام برنامه را شعری نمی گذارد. اگر جز من یک دو بار نگذاشته باشم این خیلی قانون نیست. اما من خواستم که همین برنامه را با یک کلمه ifade کنم. کلمه بساحب است و همین کلمه خیلی یک مضمون و محتوای بزرگی دارد. بساحب. قبل از آنکه برنامه را آغاز کنیم شاید از اعلان از رکلامه هایی که در شبکه های اجتماعی پهن کردیم شما دیده باشید که بساحب نام گذاشتیم. شاید در عجب هم بودید که چرا با یک کلمه این نامگذاری کرده و چی گفتن میخواهند. همین قدره که حادثه های آخر هفته گذشته و اول هفته جاری را برایتان بازگو کردنی هستیم. و به چه خاطر؟ به آن خاطر که شاید که این مسئولین، این رهبران، این سفیر تاجیکستان بر روسیه و دیگر کشورها پروای فلک ندارند، اما شاید از گفتگوزاری ما از بین ما نفری میبراید که علاج همین واقعه را قبل از وقوعهای دیگری چون این حادثه های نامطلوب گفته میتوانیم، یعنی پیشگیری کردن میتوانیم.
گفتند که اگر بینی که نابینا و چو هست، اگر خاموش بنشینه گناه هست. خیلی ها هستند که با تو چیش همین سیاست، چرا همراه میشوی، ضعیف باشی، زن باشی میگویند. اما وقتی که تماشا میکنی و برای اندیشیدن چاره خود را وادار نمیکنی، این هم گناه هست، البته که گناه بزرگ. بیایید بسیار حرف نمیزنم تا اینکه محتوای برنامه را باز هم بیشتر درک کرده باشد. از کارگردان خود خواهش میکنیم، از کارگردان تلویزیون پیام، رادیوی پیام خواهش میکنیم که بیایید یک دو نوار وابسته همین موضوع گذارند تا شما کاملا درک کرده باشه که من از چه خصوص حرف زدن میخواهم، در چه بابت امروز گفتگو کردن میخوایم. مرحمت. توجیک صاحب نداره، برای هم همین کارا میکنه. همین انشالله که شما صاحب داره، صاحبتون هست انشالله. اول خدا ما هستیم. ما دعوت من از دوستای سنت پترزبورگ، نوسیبیرسک، پرم و دیگر شهرها همین است که وقتی اون رسیده است که به هم آییم، وقتی اون رسیده است که دستی که همدیگر رو بگیریم، به خانه همدیگر به مهمانی بیاییم و کاری کنیم که نگذاریم این ملت در این کشور خاروزدون گردد. یعنی کوشش کنیم که با تربیه و تعلیم ملت مشغول شویم تا اینکه آینده های ما، فرزندای ما عذاب نکشند و در یک کارهای خوب و در یک کارهای شناختنی فعالیت کنند. مصیبت و چقدر یعنی مشکلات مردم تاجیک گرفتار است که در 2.5 ماه 39 نفر در یک منطقه تنها یعنی از دنیا میگذرد و این دلالت از چی میکند؟ دلالت از آن میکند که این ملت دارد تباه شده است، این ملت دارد مرده است، این ملت در حالت خیلی وخیم قرار دارد، ولی باز هم ما در فکرهای هستیم که تحقق آنها خیلی مشکل و خیلی بد است. خب در مورد این که این معلومات ها از تاجیکستان برای ما ارسال شدن و این چنین از بعضی از افرادی که خب من دیگر نمیخواهم نام بگیرم از تاجیکستان معلومات هایی که برای ما از این قضیه خب دیگر الحمدلله یک برادر پیدا شده است که در همین قضیه ها در کار میکند در تاجیکستان و این معلومات ها با بعضی از پاسپورت هایی که دارند یعنی به اصلاح ارسال شد تا ما در برنامه منبر مهاجر برای مهاجرها بگیم که شما در 2.5 ماه 39 نفر با 3 نفر دیگه وجود نداشته است، 41 نفر 42 نفر در 2.5-3 ماه میمبره، ولی باز هم در فکر هیچ تغییرات برای آینده وطن و ملتتون ندارید. خب 41 نفر از 3 نفر شناسنامه پیدا نکردن، این در 2.5 ماه از اواخر ماه سپتامبر سر کرده، از آخرهای ماه سپتامبر. این فقط سنت پترزبورگ، لنینگراد پیشینه. شما کی به شبکه اجتماعی وارد شدید و کدام روز ندیدید که یگان مهاجر بیچاره در یگان گوشه کناری روسیه نفوتیده باشد؟ کی؟ یا به صدمه نقلیاتی دچار می شود یا به دست همان تاثرها می افتد، بریتگالووی می گویند که یا اینکه بر یگان حادثه دیگر روبرو می شود، با ملت های غیر جنگ و جدال می شود، یا بیمار می شود، گرفتار می شود به یگان درد بی‌دوا، باز کرونا از زیر پا برخواسته و همین طریق هر روز در شبکه اجتماعی مرده یک تاجیک را می شنویم. از برای تاج ملت خلق من بسیار مرده تاجیک هم همراه خود یک تاج برد. گلرخسار گفته مرده تاجیک هم همراه خود یک تاج برد. این همین تاج نمی داشت، تاجیک ناموس نمی کرد، شکم گرسنه کودکانش را فکر نمی کرد، کبار غریبی برداشت گرفته روسیه که نمی رفت، در همین وطن کار نیست، برق نیست، گفته می نشست. برخواستند برای نگه داشتن ناموس ملت، پدران ملت بر مهاجرت رفتند. کرا پدر ملت میگوید؟ پدران ملت بر مهاجرت هستند. نیمی مغز ملت در زندان، نیمی دیگرش در هجرت باقی مانده، اگر ضعیفند، پیرند، فرتوتند یا یک قسمت خیلی کوچکی که در جایهای کار میکنند که از بودجه دولت معاش میگیرند، آن هم نان خورده و روز گذشته میگویند، یا اگر دغلدر کرده گوییم روز بعد گذشتگیش، یعنی که بزر روز میگذرانند.
یک شاعر خلقی نمو از بین خلق برآمده، نامش نشانش معلوم نیست، گفته تا روز معاش از همه قرضدار معلم یا دکتر یا دیگر و دیگر. خب یک شعر که انشا کردم میخواستم در آغاز برنامه خونم. در آغاز برنامه کلامی زیبای از غزالی گفتم: ای غریب بی صاحب، ای غریب بی صاحب، حیف عمر سرسانت، گشت شهر بیگانه کوچه های ارمانت. ای غریب بی صاحب، غربتت فراوان است، هیچ کس نندیشد بر غریب آسان است. ای غریب بی صاحب، نان بیارک تاجیک، کم نه غم نه 3 میلیون به شمارک تاجیک، از کجای میدانی عمر مادرت چند است؟ منتظر راه تو رنگ و رحمتش کند است. رزق خویش میچینی بر عذاب پیچیده. ای غریب بی صاحب، راهبران بیغم کی حال زار را دیده. ای غریب بی صاحب، گنده دیر میمیرد، ای خدا ابال او پیش گنده را گیرد. یک شعر که عادی، یک شعر که عام فهم، ساده، با زبان مردمی بود. خب برنامه پرنده های مهاجر امروز بساحب نام گرفته و الکی مشتریان برنامه میدونند که وارد شدن با برنامه اصول دارد، طرز دارد که بر لینکی که در همین برنامه گذاشته شده انگشت مینهید و وارد میشوید. یا خود اینجا گوشه مابلی هم هست که طریق شبکه‌های اجتماعی واتساپ هم، شبکه اجتماعی واتساپ و ایمو هم شاید باشد، وارد شدن می شود. وایبر هست، واقعا وایبر می توانید زنگ زنید در موضوع بساحب ماندن ملت ما در کشور بیگانه. چرا نبردیم، نه آوردیم و روی راست بساحب گفتیم؟ نخواد صاحب بزرگتر از خداوند کریم باشد؟ نه، نیست. ما به آن خاطر ما برای آن بساحب گفتیم که دیگر ملت ها اگر بر دشواری روبرو شدن در روسیه، آنها را سفیر همان کشور در روسیه یا یگان تشکیلات های معین جانبداری میکنند، سرپرستی میکنند، کمک مادی، معیشی، معنوی میرسانند. شما یگان بار شنیدید که یگان قرغیز بر دشواری دچار شد، بر صدمه دچار شد یا به یگان فلاکت کثافت دچار شد و ملت سفیری کشورش کمک نکرد؟ یگان بار دیدید که یگان راهبر جمعیت ازبکان، قرغیزها، قزاقها، ارمنها را از جانب حکومت همان کشورشان باز داشته برده باشند، آنچنانه که کرامت شریف را بردند، عزت امان را بردند و دیگران را بردند. ما ملت بساحب نیستیم گفته، دیدید که عزت امان چی گفت؟ همان را بردند. یعنی که جانبدار نیستند که ما بساحب نباشیم، آنها شاید میخواهند بساحب باشیم. خب وارد شدند و بیرون شدند. رضوان و تا که نفر دیگر وارد برنامه شد. من اینجا از سال 2018 یک غزله بود است یافتم گفتم عین مدعا که در همین برنامه برای تماشابینان گرامی قرائت میکنم اگر پسندتان آید. خب اگر اجازه باشد: رهبرا پیشی برد نقل و کباب و سور است، شکمت سیر و غمت دور و دلت مسرور است. تو چی دانی که جگربند برد میبالد، ناله زنده یتیمان چقدر ناجور است. بز و بزغاله مداح در اطراف تویند، غم خلق است مگر؟ نیست، غم آخور است. تا که روشن نظران پنجره بندی نکنی، جمله رفتند و برگشتن ایشان دور است. اینقدر ثروت و منزل به کجا خواهی برد؟ مثل ما حق تو همروی زمین یک گور است. رهبرا تو نه خدایی، نه پیامبر، نه بزرگ. آن که این گونه تو را خواند 2-3 مزدور است و همان در طلب جاه و توانی زور است. مزدوران است که هر روزی تو را می پاید و همان در طلب جاه و توان و زور است.
بعد تو در پی میراث غذا خواهد شد. آنچنانه که نمایشگاه محشر شور است. رهبرا هجروی کجرو شده ای. میدانی چشم نفست همه وا دیده ایمان کور است. رهبرا پیشی برد نقل و کباب و سور است. سور یعنی که توی، دایما توی به توی، رقص به رقص، پیشی بر دسترخوان پر. از کجا میدانه که در خانه بیچراغ شام در گیرانده نان را به آب تر کرده خورده ایستاده ها هستند، یا اگر امروز این نان را خوریم پگاه چی را به آب تر کرده میخوریم گفته فکر کرده ایستاده ها هم هستند. میدانی خب به گفتی روزها وریادلی میدانه، یعنی گمان است که میدانه. برنامه پرنده های مهاجر است. این همه جوش و خروش را از غزل گرفتم. امیدوارم که شما همین همه جوش و خروش میگیرید و با خروش وارد میشوید بر برنامه ما، افکار خود را بیان میکنید. 187 نفر که ما را تماشا کرده ایستادند. عینی حال نخواد فکرک جالب از این 187 نفر نبراید. من میخواهم از شما علاج واقعه را پرسم که چی باید کرد که ما یک پشت و پناه دیگر در روسیه داشته باشیم که از دست نفس و از خنجال جهل و جهالت سران کشورمان در امان باشند و در پی طرفگیری ملتی عزیزمان باشند. میرزای سلیمپور صبح در شبکه فیسبوک گذاشته یک مواد را در سایت بامداد گفته است که وای بساحبه، چون که زنده به زنده آتش زدند مهاجران تاجیک را و نفرانی که آنها را آتش زدند در وگان یا بنا در انشاءاتی که زندگی میکنند آنها را آتش زدند، همان نفران را آزاد کردند. بجای آنها خود تاجیکانی را که قریب بود میمردند آنها را بردند و حبس کردند. و از اینجاست که وای بساحبه نام گذاشته مواد را. دادگاه ولایت ایرکوتسک روسیه 3 مهاجر تاجیک را که وگان زیستشان در شهرک خالاری را شب 12 نوامبر ساکنان محل آتش زده بودند برای 2 ماه تا 13 ژانویه سال 2022 با حبس پیشکی گرفتند. در آن سوختار 2 مهاجر تاجیک، نسیم جانی سیدعلی 21 ساله و سراج الدین گلزاده 19 ساله از فیض‌آباد و حصار جان باختند. یعنی در این سوختار وفات کرده ها شهید شده ها هم هستند. ولی مقامات ایرکوتسک 2 نفر از افراد متهم به زنده آتش زدن آنها را، نفرانی که آنها را آتش زدند آنها را رها کرده، اما مهاجران جبر دیده قربان مد صادق و دلیر حسنف را با اتهام قصد کشتار و جمعه اسکندرف را با اتهام اواشی با حبس گرفتند. حادثه دهشتبار شب 19 نوامبر به وقوع پیوسته 12 نوامبر به وقوع پیوسته بود و دلیل حبس همین تاجیکان را بساحبه گفته. بساحبه ما بود. میدانند که ما نمیتوانیم دیگر هر کاری که نمیتوانیم که از عهده دفاع همین همشهریان خود برایم، هم کشور و هم ملتان خود برایم کوشش کرده که هم ملتان خود را هم کشوران خود را از همین بلا رها کنند و باز هم بر سر جبر دیده جبر بیشتر بار کنند. خب محمد صالح اسکندرف پدر جمعه اسکندرف چنین گفته که ما بساحب هستیم. واقعا من به شما وعده کردم در آغاز برنامه که یک خبری هست از سنت پترزبورگ روسیه که باز هم دهشتناکتر است. 2 نفر آدمخوران را دستگیر کردند در سنت پترزبورگ. در شبکه اجتماعی اگر بر سنت پترزبورگ نویسید، نویگری های سنت پترزبورگ و سرتوالا اگر اونجا وارد شوید، اونجا رسمی همین آدمخوران را هم برآورده شده است که در این رسانه خبری 47 نیوز در این باره نشر کرده. گمانداری 23 ساله یک شهادت دهشت آور داده که ما در حقیقت آدم تناول میکردیم و گوشت زیادی را در قبور پنهان کرده میماندیم. آدم خور هم برآمده. پس روز فرا نرسد که دیگر مرده تاجیک را هم نیافته باشیم. خدا نگاه دارد از این روز. اکنون چرا بساحب گفتیم؟
چرا ازبکستان با روسیه آخر هفته گذشته یک قرار قبول کرده بودند که دیگر به حساب و کتاب روبلی میگذارند. یعنی روبلی که از روسیه می آید بر ازبکستان یگان خیل از روی قرب فایده دولت گرفته نمی شود، بر ضرر شهروند پول را بر صاحبش داده نمی شود. یعنی تاجیکان بر این از بودش پول را کمتر کرده زیاد نمی کنند. یعنی این دو دولت، این دو کشور در داد و گرفت همدیگر فقط روبل را استفاده می کنند. گویا پول هر دو کشور یک خیل است در هنگامی که داد و گرفت میان این دو کشور به وقوع میپیوندد. خب مرحمت زنگ میزنند. السلام علیکم. خب یوتیوب را اگر خاموش میکردید صدای شما رو بیشتر خوبتر گوش میکردیم. رفتند. خب زنگ دیگر قبول میکنیم. میتوانید طریق واتساپ وایبر هم زنگ زنید و اینچنین. بله السلام علیکم. باز هم خاموش شد. خب رئیس جمهوری روسیه پوتین گفته که دستور داده که استفاده روبل در حساب برابر کنی ها با کشورهای دیگر گسترش داده شود و علاقه کشور ازبکستان با او هم‌آوازی کرده، یعنی امضا گذاشته. ماکسیم ریشیتنیکوف وزیر رشد اقتصادی روسیه در این باره خبر داده است و گازیتا اوز از او اقتباس آورده، رسانه گازیتا اوز. خب و یک خبر دیگر، خود همین روز یک برخورد دیگر بود، زدی خورد در مسکو بود صبح همین روز، روز 23 نوامبر که در مسکو با مرگ یک شهروند تاجیکستان انجام یافت. مناقشه بر سر استفاده کارت در کوچه لوبینسکای رخ داده است در مسکو و اینامجان کوگانوف 35 ساله با زخم‌های بریده به بیمارستان انتقال داده شده و یک نفر دیگر در جمهوری تاجیکستان شاید برادر همین کوگانوف باشد در گذشته. در یک خاندان دو مصیبت بزرگ، یکی در روسیه دیگری در وطن. حیف ملت، حیف شهروندان ملت، حیف جوانانی که با چه نیت‌ها بر روسیه می‌روند و با چه حالت‌ها گرفتار شده می‌آیند. اگر در خاطر داشته باشند نفرانی که پیوسته به شبکه‌های اجتماعی هستند و از خبرهای روزمره آگاه هستند، سال 2015 یا 16 بود که ژورنالیست کیومرث عطا از وокزال و فرودگاه‌های تاجیکستان در یک ماه چقدر تابوت فرآمده و در یک هفته چقدر این همه را حساب کرده رسانه‌ای کرده بود. ما هم یک برنامه داشتیم، در خاطر داشته باشید، به پا رفت و به سر آمد مهاجر نام داشت. یک برنامه محزون بود که خیلی ها از گذشتگان خود در آن نقل کرده بودند. شاید این برنامه تا آن درجه محزون نباشد، اما بساهب که گفتیم بیهوده نگفتیم. مگر رقم وایبر و واتساپ هم پیوستن با ما دشواری کرده ایستاده است، یا میتوانید طریق همین لینکی گذاشته هم وارد شوید. در برنامه پیشین آنقدر اشتراک کننده ها بسیار بودند که ما با همگان فرصت دادن نتوانستیم تا آنها پیوندند و حرف زنند. اما از چی باشد در امروزه برنامه ورود نفران کمتر شده ایستاده است. خب با که نیست، یگان سبب دارد یا البته که حکمت هم دارد. حکمت دارد که این حادثه به وقوع پیوسته. ما برانیم که در ملک عدالت باشد، ما برانیم که هم آیت باشد. کاری ما نیست فقط ساختن خامه گل، کاری ما این که در این خامه محبت باشد. کاری ما این که از این برنامه گستردن ها، از این برنامه بردن ها، از این موضوع ها را فرا گرفتن و پیشکش شما کردن ها و از این تیاری دیده سر منبر برآمدن ها، کاری ما همین است که ما میخواهیم یک نفر باشد هم از یک برنامه بیدار شود، یک نفر باشد هم از هر برنامه. و از اول سال اگر تا آخری سال فکر کنیم 51 برنامه میشد، هر هفته یک برنامه و همین 51 نفر بیدار
یک قوه بزرگ است allakay. خب مرحمت پنجکت وطن رودکی بزرگ، گوش میکنیم شما را. السلام علیکم. میکروفونتان خاموش بود. سرزمین رودکی، سرزمین شاعرخیز، زرفشانیان همسایه بر هم پنجکندی ها هستند. نه، در همان جاست کوهی زرفشان. واقعا مردم همین پنجکند عجب یک برتریت در یک جاده دارند که صدایشان نهایت پرقوت و جاذبه‌دار جرنگدار است. شاید از آن که مردم کوهستان هستند و دور دور جایگیر شده خانه ها و فریاد کرده از کودکی جیغ میزنند و خیلی روشن شده صدایشان. به ما هم استادان گفته بودند که مردم آنجا دیگرگون هستند. خب گپ در سر پنجکند نمی رود، گپ در سر برنامه است. برنامه پرنده های مهاجر است و امروز موضوع برنامه ما بساحب، یک ملتی که در روسیه آنقدر پهن و پریشان شده و به هر واقعی که دچار می آید. مهاجر در همه کشور هست، مهاجر در تمام دنیا هست، اما مهاجر جانبدار و طرفدار دارد. تاجیکان را هرچند سازمان های بین الملل، سازمان ها از بیرون و یک قوه های دیگر هم، جمعیت های دیگر هم جانبداری کنند، هم طرفگیری کنند، هم حتی در وطن خودمان هم تشکیلات های بین الملل اگر جانبداری کنند هم یگان چاره‌ای که دیده نمی شود. شاید اونها هم دست کشیده یا دیگر دلشان خنک شده که پرنده های مهاجر بلانه برگشتند. دوباره چهچه سر شد چرا نمی آیه؟ کنار پشت درت با قدت برابر بود، نهال پشت درت با قدت برابر بود، چراغ خوش قد و بر شد چرا نمی آیه؟ چرا وارد نمی گردید با برنامه؟ یگان حالت تکنیکی است که بله. السلام علیکم. الو. بله برادر، گوش میکنم شما را. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام، گوش میکنم شما را. سوزین چی نپا؟ خب خدا را شکر به اندازه میگویم. از موضوع واقف هستید همین طور؟ از موضوع برنامه آگاه هستید؟ نه هم موضوع را بار دیگه میگوید نپا. موضوع را یک کلمه گذاشتیم بساحب. امروز ملت در کشور غیر به غیر از اینکه غریب است، مهاجر است، رو به دشواری ها نهاده، باز بساحب هم هست. یگان طرفگیرش نیست. گناهکار باشد نباشد جوابگر است. و اپا خود تاجیکی اپا جون؟ بله تاجیکم، البته که تاجیک هستم. از با ملت تاجیک فارس. مونا نیستی چی با ایرانی گاب بزنی؟ افغانی گاب بزنی؟ خلی گاب بزنی؟ تاجیکی صاف، تاجیکی خودمان. ایرانی نیست، آخی چون خلی افغانی گاب بزنی؟ تقلید میکنی با رنگ یا مو چیو گاب بزنی؟ در جان سری موضوع یگان حرفی دارید گفتنی؟ سری موضوع همیه که تایبه نمیدونم خلی برامدوی توفته میکنی اپا؟ توفه میکنم؟ آخی همی سفسطه میگوی اپا جون. ای با نمیدونم تی از زنک تو باید در تعلیم و تربیه فرزند باشی اپا. تو باید یک کسا پیغمبر تربیه کنی، تو باید علیم تربیه کنی. تو برو وقتی برنامه میکنی، تو میکنی. دادر جان یا برادر، سعدی بزرگ گفته هرچند که لا نبیه بعدی. خب لا نبیه بعدی یعنی که دیگر پیامبر نمیآید. آخی همی نبا گفته که همی زنها را بس از همی یک هنر در خانه بشینند و زایا شیرانی نه. زنان را همی همین بس کاری بود تو چیه یک برنامه هنر نشینند و زایا شیرانی نه. فردوسی کاری تو با سیاست چیه؟ آخی تو بشی در هم خانه گودکات تربیه کن. تو اگر رفتیم زنی ساز میشی در هم خانه میشی، در اینجا شود برآمدنی نمیمون. تو شوهر داری اپا؟ بله البته. وای به حال همون شوهری تو اگر زنی ما باشی که ما یا زد چی میکنم اپا جون؟ خب جدا شکر. بشیم ای تو. خدا را شکر که چونین نیست. دادر جان، نادره بگویم اویسی دلشاد برنا ما از جهتی همین
خب رفتند. نادره بیگیم، اویسی، دلشاد برنا، زیبا نسای مخفی، زینت النسای مخفی و خیلی خیلی دیگر. 300 نفر زن حدیث درس داده. 300 نفر و این 300 نفر خیلی محدثانه که نامی هستند، بزرگوار هستند، صاحب کتاب هستند، سنن نوشتند، خیلی تربیه کرده. خب بله خوش می‌کنم کلاب. آواز میاد پاجون؟ بله میشنوم. گوش میکنم شما را. بله، موضوع شما که نوشتین بله موجرو بسویبه مال موجرو توجیکو بسویبه تا میبروی گام میزنی مادر تنقید میکنه که جای مادر اگم جو شیله هسته مادر این مادرو یا پا با در فکری مردم که موجرو مردم توجیک اوزاد شوان ای ظلم ظلمی و میخیزه مادر رو اگه اپای مادر رو تنقید میکنه کبرک در تیک توک در تمام شبکه اینترنتی مادر هم اجاشون اعلان هم اجاشون اوی بدبختو سر رای او را گرفتن نمیتونن میخیزه نه اپای همجا برای ملت توجیک برای موجره توجیک حرکت کسان که از ظلم ظالمی اوزاد شوند یا صاحبی پیدا کنن و میخیزه این مادر رو تنقید میکنه الله هم ایمو را هدایت کنم انشاءالله یه حرکت شما انشاءالله که مادر جان این گپای یورا یکم مایده گوش نکنین یکم مایده عصبی هم نکنین اگر این همه را گوش کنی و اگر این همه را بر دل گرفته هم خوره دل که یک بریده گوشت است یک مشت خون است دیگر تا بتوان قدرت برداشتن این همه را این همه هم خصومت و هم خشونت و هم قباحت را ندارد. خب تشکر دادر که دل برداری میکنید و انشاءالله یکم خداوند دعقتون دوگویم الله نگهبانتون باشد همه وقت پیروزی نصیبتون کنه زنده و سلامت باشین همین قرمه برین دستگیری میکنه فکری مسلمانای تاجیکستان هستین گپ همه گپ شما میزنین برنامه تشکیل میکنین همه شما حقه ملت تاجیک مهاجرو به صاحبن صاحب ندارن مردم تاجیکستان به صاحب صاحب نداره که اینجا کشتستانشون اونجا کشتستان در داخل تاجیکستان کشتستانشون ظلم کشتن و میخیزن ای بدبختو میبرن گپ میزنن یعنی سلام علیکم من دروغ نگفتم. من این خبرها را از خودم نبافتم از شبکه اجتماعی گرفتم این خبرو مادر جان عزیز خبرها 100% 200% راسته که مهاجر تاجیک صاحب نداره یا وقتایی که ازبکستان هم میفتن ازبکستان از خدا را شکر صاحب پیدا که صاحبیشون کسته مهاجر را صاحبی کسته همین ملت تاجیک مهاجر تاجیک در عذاب در خنکی و عذاب کشیسته مرده استن گشنه تشنه خیلی دیگه چی بگیم اخیاره ما که از خود بافته نیستیم افسانه نیست. بله درست میگوید دادر تشکر که درک میکنید همین درک خودش یک نعمت بزرگ خداوند است. شما مرا فهمیده ایستاده اید که من تاجیکی حرف میزنم؟ تاجیکی بله ما میفهمیم شما را پایون ما درد شما را میفهمیم خوش به حالتون مادر عزیز که همه خیلی که حرکت میکنین دنمی تشکیل میکنین مردم هم بیدار کشتین خوش و به حالتون بسیار تشکر. سلام علیکم مادر جان عزیز. و علیکم السلام. خب نفری بعدی از طرفشان بودند یا پریمو افیر؟ خب مرحمت گوش میکنیم شما را. السلام علیکم خواهر عزیز. سلام علیکم رحمت الله و برکاته و بینندگان شما هم. و به فکر من این برادری که یکم برآمد تازه گپ زد گفت تو اینجا چی کار میکنی، به فکر من خیلی خواهر رنگ شما به حجاب یکم بار دیده است. به فکر من با مادرش و خواهرش زنش فنیلوش میگردن و برای که شما را یکم بار میبینم با چی رشک کردیستن چی کاری به فکر من کردیستنده هم برای یکم بار خیلی آدمای دیده است. اون
اوها شاید فرزندای فرمانده هم رحمان باشد. اوها شاید بزهای فرمانده هم رحمان بزهای حکومتی هن خواهر عزیز. اونها بزهای حکومتی هن. اوها باید اونها بروید به این پدیده ها برویند، باید گپ زنند که فکری مردم به دیگه طرف برند، فکری مردم به چی کنند، ویران کنند. ما اکنون عقل با عقل ما اگر فکر کنیم میفهمیم کی حق است کی ناحق است. بله درست میگید. ناتوان بینی است، یعنی حقوق زن را پایان بردن. زن باید همیشه در خانه نشسته باشد. زن اگر همیشه در خانه نشیند، اگر زن سوادناک نباشد، زن سخنور نباشد، زن که جامعه را تربیه میکند، پدر وظیفهش دریافت آمدن ریسک فرزندان باشد، دیگر تربیه فرزند بر دوش مادر است. و اگر مادر بیسواد باشد، اگر مادر زبان تاجیکی حرفی زده ایستادهش را تاجیکی ندانند، نپسندند، دیگر بیایید از منبر در دستمان بودن خود را همیشه سفید نکنیم. شاید در گفتار او یگان حقیقت هم باشد. از فردوسی آوردند بیت: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود قهرمانی کند. فردوسی گردآفرید داشت، منیژه داشت، تهمینه داشت، رودابه داشت که زن بودند، قهرمان بودند، اسب سوار بودند، شمشیر زن بودند، در خانکی ننشستند. همین خیر. خب تا از آن که بیتی از فردوسی میبیارید، اول شاهنامه را خوانده برایید که برای رستم تربیه کردن باید مادر رستم بود، باید قهرمان زن بود. خب یک واقعا معلومه اینجا وکیل دفاع معظمه قادرова هستند. من واقعا همین روز از آن که شما وکیل دفاع بزرگمهر بودید در تاجیکستان، همین روز واقف شدم. قبلا از کل وکیلان دفاع معذرت میخواهم که تا این دم نمیدانستم، تنها به خاطر آموختن کاری بزرگمهر از این واقف شدم. خوش آمدید بر برنامه ما. تشکر سویما خان. خب تشکر من شما هم. امیدوارم که خوب هستین، صحت سلامت هستین. راستی خیلی فرصت کم داشتم، وارد شده نمیتونستم، لیکن من رو مجبور کرد که همون انسانی پیش از برآمد کردن، باور کنید قهر من رو آورد و من خیلی پسند نامد گفتن و انسان برای چی این کس در اول حقوق زنها رو پایمال کرده ایستاده است، کلا حقوق زنها رو پایمال کرده ایستاده است. یعنی زن در خانه بشیند، درست در خانه بشیند، تولد کند و فرزند تربیت کند، دیگر به یگان چیز زن حقوق ندارد. در اون وقتی که زنها به کیهان برآمده است، در اون وقتی که زنها وکیل شده ایستادند، در اون وقتی که زنها پرزیدنت شده ایستادند، فهمیش مردم من رو من هیچ درک کرده نمیتونم. برای من خیلی مشکل است. این مرد باشد باز میگد که تو سطر میکنی یکی با دیگر لفظ گپ زده ایستاده ای. حتی لفظ تاجیکی شیرینی که شما عین حال گپ زده ایستاده است به نفران پسند نمیآید، به چنین نفران. برای همون من وارد شدم، وارد برنامه. در حقیقت من وکیل دفاع بزرگمهریارو هستم. حالا هفته بزرگمهریارو رفته ایستاده است. مردم پیگیری دارم. من بله چون هم شده ایستاده است. مردم رو اینچنین میخوام که دستگیری کنن تا که زندانیان سیاسی، اون زندانیایی که ناحق آنها رو زندان کردن آزاد شوند. اینچنین به فکرم از موضوع شما دورتر رفتم. من موضوع شما بساهیبی بود. در حقیقت بساهیبی مشاهده کرده می شود. برای چی؟ برای اون که مردم سرسان سرگردان، یکی از معماهای کلان، پرابلم کلان در تاجیکستان این مهاجرت است. پیشتر گفتید که شما مهاجرت در همه دنیا هست. بله در همه جای دنیا مهاجرت هست واقعا هم، لیکن آنها به دیگر نمود، مهاجرتی آنها در دیگر نمود می شود. یک چرا اینها فرق کرده نمیتونن. مهاجرانی که از دیگر دولت ها به مهاجرت میروند، اونها شرطنامه دارن، جای کاری معین دارن، مبلغ معین میگیرن، درست؟ یعنی بسنده هست. به خاطر همین و به مهاجران ما باشن چی طور هستن؟ مهاجران ما شما درست درک، قریب 3 میلیون مهاجری تاجیک در روسیه قرار دارند. و باور کنید حال اونها رو میباید گریه کس میباید. با مبلغ خیلی کم کار میکنن، از مجبوری رفته ایستادن.
برای همون زندگی میکنند. یک چند آشیانه دارد کتهایشان. بله چنین هم هست. نه تنها بله مهاجرت این یکی معماهای کلونی جمهوری تاجیکستان هست. غیر از مهاجرت با بینگرید پگاه من موضوع اینچین ابلاغ کردم با مردم پیشنهاد می نمایم. این دیگر موضوع هست. فساد رشوه به درجه بلند ترقی کرده است که این رو گفته نمی شود. در همه استرکتوری دولت فساد دیده می شود. حتی در همون بالیساهایی که فراشهایی که کار میکنن قلورا همه فساد میگیرن. برای چی زندگیشون نمیگذارن؟ طول چند سالهای اخیر به فساد و رشوه خیلی عادت کرده است مردم ما. برای چی این مردم ما همین رو نمیگن؟ اون نفرانی که برامده امروز نسبت شما سنگ میزنن، یعنی زنها حقوق ندارد برنامه برد، این خودش چی گپ است؟ خب از حیا یادرس کردن شرم نمیدارید گفته؟ بله شما گوش میکردن در این حال. کاش که همین برنامه رو تا به آخر گوش میکردن. باور کنید من طاقت کردم توستم قرار آمد من وارد برنامه شدم. به هر حال سایمن خان به شما برای کار موفقیت. برنامه‌تون رو دوام دادن. یعنی خیلی برنامه‌های جالب هستن نفرانی که در حقیقت تماشا میکنن. بله مخلص هستم. گوش نکنین چون نفران ها برنامه‌تون رو دوام دهید. تشکر، بسیار تشکر. واقعا روحانی کننده. زنده باشید. شما با سطر برآمد میکنید میگن که تو سطر داری برآمد نکن در خانه بشین. من به سطر برآمد میکنم برنامه خود رو میگه که تو سطر نداری در خانه بشین اون من گپ نزن. چون از مردم ما خب هر کاری کردید عیب مییابند البته. بله. نو بسته از اون عیب یافتن اونها برنامه رو دوام دین. برنامه خیلی جالب هست. زنده باشین. موفقیت به شما. در پناه خداوند باشید. شما هم سلامت باشید. تا دمی که معلم حرف میزدن من هم گوش میکردم، روح بلند میشدم و به خاطرم اومد که در شهر فیس مراکش، کشور مراکش، دانشکده اولین بنیاد کرده بودند سال 859 و بنیادگذار این دانشکده زن بود، فاطمه فخری بود. از بنیاد آن، از فوندامنت به تاجیکی بنیاد می شود، از بنیاد آن سر کرده تا به آخرین پوشیدن همان سقف آن اشتراک کرد این زن و دوام چند ساله که دانشکده را بنیاد می کردند، مرمرکاری می کردند حوله هایش را. این زن از آغاز تا انجام بود شدن همین دانشگاه روزه داشت، عبادت کرد در همان دانشگاه و دانشکده و امروز هم کلانترین دانشکده، اولین دانشکده دنیاست. فاطمه الفخری بود نامش. میراثی از پدرش، از شوهرش، از برادرش مانده، همه را جمع کرد، همراه خواهرش تقسیم کرد و حق خودش را برای دانشکده و یک مسجد بزرگترین در فیس مراکش صرف کرد. او نگفت که زنان را همین بس بود یک هنر نشینند و زایند شیرانی نر. خب دختر باشد چی؟ ناشکری کند؟ خب بیایید من مسئله را دیگر طرف نمیبرم. نام دانشگاه القراوین بود. اینجا پریموی افیر نام دارند و فکرم یک خواهر هستند. من در خاطر دارم. السلام علیکم. سلام علیکم. مرا میشنوید؟ بله میشنوم و اپای معظمه اپای معظمه شما بسیار گپای خسرو گپ زدین. مالادیس. من خرسند هستم. من گپ میزنم که شما مسلمان هستید لیکن من خریستیان که هستم. من اینوالید هستم. میگن که خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن آباد شد. این مرده که برومد این سخنایی که بی معنی گپ زد، بی مدنیتی، از مدنیت دور همین خیلی سخنها گپ زد. وای فرقش نیست که وای چخیل هست. اینو یک آدمانی رهگم زده، یک آدمانی دزده. اینو از جمعیت قفا مانده آدمان هستن. اینو خودشون گپ میزنن نمیدونن چی گپ میزنن. اینا من اینوالید هستم. اینوالید. من یک پا دارم یک دست دارم. من در عین 12 سالگی راه گشتن یاد گرفتم. مومای من یک عمر اینو پدری من گریه کرده پول نیافتن که من لیچی نکنن. من حاضر 52 ساله هستم. ایموش سیستوی من در تاجیکستان دیدم. از روی شرکت همی کردگی 8 سال شد.
من دوگانیک دارم. دوگانیکای من در یتیمخانه بود. این کار شدگی بود 23 سال که خانه ما در 16 اتاج بود. پایهای ما درد میکرد. من گریه میکردم. برآمدن و فرآمدن کلین با لیفت کار نمیکرد. من مادرم از زاره کردم که ای پایان خانه خرد. من 8 سال باز به پرزیدنت تاجیکستان عریضه می نویسم. 8 سال باز عریضه می نویسانم. من چی موندیم؟ استاتیای تروریستی. اکنون من از پرزیدنت تاجیکستان طلب میکنم که از همه طلب میکنم که من چه خیلی تروریستم و من دکازات کرده کیم هم خیلی هست. من دوگانیکای من که من آوردم 7 مرده که تاجیک تجاوز کردگیم. 7 مرده که تاجیک دوگانیک من کتاب قرآن حساب میخورد. انا می خیلی مردکا تجاوز کردگیم که من حواس و آرزو داشتم که من این ولیتم دوگانیکا من خیزم گیرم یک باره توی کرده برم. هر یک زن حواس داره. لیکن شما این خیلی مردا کنی دوست مردا کنی راه گم زده شما این خیلی باشن و چه زنکا خب کردش نی هم خیلی هستن. پدری دوگانیکای من نچانی که او گلومی روز نمیدونم وای زن شای نمیدونم وای خوهر شای نمیدونم مرحمت در ورسو بای رفته پرایورکا کنم که پرزیدنت هم بله پرزیدنت هم وقتی بوده که 5 ساله بودم پرزیدنت خانه دادگی بود من عریضه نویساندگی بودم. اینا میدزدن و پدری دوگانیکای من برده ترمه میکنن. من رسیه میام کودکو را دیتسکی دومده میمونم. ایره مردک میگیرن خیش تباشه زنشه خوهرشه میگیرن میتیم. من وقتی که ایموشیس ما طلب میکن اینا همش با این خونه که مادری من فروخته برای من خونه بخره دزدیدگی. من در رسیه ایم. من استاتیا برآوردن تروریست اکستریمیست. وقتی که من ولست رسیه باز دادن من международный розыск. بفهمم من یک آدم اینوالید اکی بترسم من چیکار میکنم. ادوکات گرفتم. ادوکات گفتیان که ولی پایا میخواستیان چی با دیلا را به گردن گرفتی میخواستیان که مرا به قپم برن بکشن که این خلاص شوان که اینو وای نیستم. اما کم ایموش یسای من دزدی کردگین من اینوالیدم. کودک من تجاوز کردگین من تروریستی بردگین برای این جواب بتینین مرحمت هم خیلی هسته. تو که خونه ما را دزدی نمیکردی خیلی تباری تو دزدی کردگی باز میبروی تو یک بیسواد تو یک بیمدنیت تو یک پسترین آدم میخیزی گپ میزنی که سر میپشد نمیپشد. بسیار شما سخنانی نغز گپ میزنی برای زنها شما همه آدم. من در پیش شما چخیل گپ زنم من متهمم شما گپی خسرو چخیل شما گپی خسرو گپ میزنین من نمیتونم این خیل رنگ شما گپ زدم. نه روسیست نه تاجیکیست ملادیست قمتون نزنین چند قدر میتونین پیشبری کن. میگن که با تکرار میکنم خوب شد که زن به دولت یار شد مملکت از دست زن آباد شد. انا که من تروریست بوردگیم بفهمن من در همه جا آوازه کردم همه جا در گپ زدم که من اینوالیت در تاجیکستان ایموش است و ما دزدی کرده تروریست بوردگی حیاتی کودکای من سوزاندگی کودکای من اسپولزود کردگیم. در تاجیکستان اینجا معلوم می شود که مرحمت پرزیدنت تاجیکستان شنود ولست تاجیکستان برود قطیما که این با یک آدم اینوالیت که تروریست میبوری تو و یک اکستریمیست میبوری این کاری بازی نیست. روز من در همه جا گفته ایستادم که خواهر جان هرگز غمگین نباشید چون که در قطار شما چقدر بزرگان را هم تروریست گفتند. در یک خود آلمان 4 نفر شاعر بزرگ داریم که تروریست گفته پرونده برایشان باز کردند. چقدر نویسنده های بزرگ داریم که از تاجیکستان بیرون شدند دیگر تاب و توان در آن به حقوقی و در آن فشارها طاقت کردن نداشتند آنها را هم تروریست برآوردند. این یک به حکم انعنه یک ماده شده است در آنجا مد شده که هر کسی راضی نشد به گفته آنها ایلیسنامی پروتیف نست میگویند که یعنی که آنها را با تروریست و اکستریمیست متهم میکنند. من که اکستریمیستش چیست اما مرا هم همین خیلی متهم کردند اکستریمیست 307 ماده. من نمیفهمم اقلا این چیست. خب دیگر چی هم گویند چی گویند؟ تروریست و اکستریمیست نگویند آنکه جانبدار سیاستشان نشد دیگر چی گویند؟ یک همین استاتیا چی بود کودکس جنایی که کمی وهم‌انگیزتر است همین را گرفتند بعد پای هر کس میچسبانند.
چقدر بله هستند ژورنالیستانی که با همین ماده آنها را چی کردند، بر پیشانهشان گذاشتند و گردنشان چسباندند، بردند محبس کردند. بسیار هستند ژورنالیستان، ادیبان، نویسندگان، خیلی بسیار هستند و شما تنها نیستید، همراه هستیم. بله اکنون همینه که من چخیل کردنم در کار زیر همه جای یوردم همه ولستا یوردم پرسیدیست و مکتوب روی کرده سودیم که در تاجیکستان من اینوالی تا ایموش است و من دوست دیدیم دخترام کودکام تجاوز کردم. اکنون من تکذت کرده تیان که من چخیل تروریستم اکستریمیست هستم. بله مایل خیلی اپا جانو خواهر میشی اپا میشی رحمت کلون چند قدر میتونین هم خیلی گپ زدن بگیرین پرده چطور ما فقط گوش میکنم وقتی خودگی من بالنیسه در کار میکنم نکن حضور پرده چای زور دارین درباره همین که زنکایی که ره گم زده هستن مردکای کودکدار خانه هاشون ویران کرده تولد میکنن برای اینا هم گپ زدین استاتیو هستم برای چی مردانی که زن دارن کودک دارن اجاره میشنم میخیزن میبروین تولد میکن اینا هم گپ زنین ممکن نه ارسی نه مسلمانی در ممکن نیست که توی زن کودک داره وای حیات زن یک بار توی میکند همسر هست وقتی تو دختری تو کلون میکنی فرزند تا میبیاری نکاح میکنی نکاح یک بار معنی دارد دو بار سه بار معنی ندارد وای اگر در رحمت کلون خب تشکر برای ابراز نظرتان خواهر جان. شاید بزرگتر از من هم باشند برای اشتراکشان. واقعا عین موضوع بود، عین موضوع بساحب، چون که خیلی از درد و علمهایشان از بساحبه این ملت درک میدهد. اگر نفر دیگر وارد شدن بر برنامه واقعا طریق واتساپ وارد شدن در نوبت ایستادن. السلام علیکم. سلام علیکم آقا جون. و علیکم سلام دادر، گوش میکنیم شما را. ما این موضوع درباره چیه؟ موضوع بساحب، یک کلمه، این از بساحب ماندن ملت امروز در هجرت، در مهاجرت. همین آقا جون اگر امکانیت باشد ما گپ زنم همین بساحبی همین مشکلی دسته ما حاج آمده مهاجرات همین اولین درجه حل همه را باید کی بینه؟ راهبر کشورمان. اول راهبر باید بیند. راهبر کشور ما اینی چند سالها اینا مثلا 30 سالشی چند سالشی پروای ما نداره. بله درست من اپا جون آخری همه را من اگر امکانیت بده گپ زنم ممکن کم ترای موضوع بیرون برم نه که همه را در همین مردم مهاجره ممکن که بفهمن کم ترک. خب البته که کوشش میکنیم. یک مهاجره که میرویه حقی خودش طلب میکنه خود در کانالی اینا مثال چی میگم مخالفا حاضی مثال 90% نمیگم 100% مثال دسترسی در مهاجرات فقط کانال مخالفا دیگه ندارن جایی که درد دلشون بگن مشکلیشون بگن میرویان گاو میزنن یا حقیقی چند نمیگه حق همون مثال تاجیکستان همش هم میگه همه چیه همه آدم مثال 337 ستیه را میزننش 307 مودم زدن مایلش 337 نه چیزی میخواهم بزنن نیکه همی آدمی که استودگی های همیجده این خب میگه که من با سیاست کاری ندارم وقتی که در سیاستی کار نداشته باشی با سیاست که چککی نباشی سیاست را همه غلامت میکنه سیاست را همه مهاجر میکنه این همه همین هفته دیگه در شهر مسکو در کدام چیز من رسانه ها را بسیار پیگیری میکنم یک واگن همین مردم روس علاو زدن. بله در خاطر دارم. بله. چند تا بچه‌های جوان همون مهاجر در همون واگن ای دنیا گذاشتن دو کس بدن. ها بله. و 3 نفر ای دنیا گذاشت. همین
انا نگاه که اپا جون همی قضیه را دتا مهاجر دیگه در نوشتن که همی کار ایروی همیا شید. برای چی در همیجا برای چی روسا نه نوشتم تو اومد مردم محلی الگو زدن بچه های مثل مهاجر ایدنیا گذاشتن پدر دوستن مادر دوستن نکردن باوردن در سر مهاجر زدنش. و پدر یکی از مهاجران گفت که ما دیگر بساحب هستیم که گناهکار را رها کردند و بیگناهان را حبس کردند با جرم اوباشی. اپا جون باید که اینجا مثل دولت نه ما بخیزیم گپ زنیم. حاضر ما رسانه ها را همش تو تیک توک همش پیگیری میکنم. منم خوندگیم اپا جون لیکن من میگم که ما خوندگیم برای پول نداشت مبلغ نبود مثال آجی با قول میگم پیغام نبود همه چیزا نبود. یگان سوهای تاجیکستان مرا با کار قبول نکرد. من این دیوالی که دیم گروپ مهاجر شده کار که زندگی ما برده استم مایلش من همه تا گفتنیم که با سیاست وقتی کار نداری سیاست با شما کار داره با هیچ کار ندارین حدی اقل همه جوتون را بشینید. حاجی این همه هفته نشده 3 روز 4 روز بارون بله هر دی همه مشکلی جامعه را نگاه کده اپا جون به سوادی مهاجر را بی کی دیگه ترا این همه تمام جهان ترا دیده سه گیجود یا منظم بلا 60 ساله مردک شد دیدم ریش موندگی میرویا میگه که عبدالرازق مطرف فلان خیلی که توبه گپ با زبون آوردن هم درست نیست. بله کانستитуtsiya گفتنی کتاب قانون همه آدم حقوق و شهروندی آزاد او در یگان جا نوشتگی نیست که همه حیاتش همه قطعی بران خدمتگار باشه یا قطعی بران کار کنه او حق حقوقی خیش داره. حقوقی میخواد در امریکا در ما اومدیم در آسیا کار کردیم اپا جون مگر ما تاجیکستان فروختیم؟ هرگز. در وطن بوده به یاد وطن بی وطن است به وطن بوده در یاد وطن در وطن بودن به یاد وطن بی وطنی معنی همین شعر همین شاعر که ما ای وطن بیرونیم نه که در یاد وطنیم او آدمای در وطنن انا وای بی وطن که یگان چی وطن نگاه نمیدن. اگر من در سر منصب میشیدم اول ها این یا کنکورس بازی دارن میلیون مهاجران را فریب که خورده استن ها این یا را 337 میزد. بله 337 رئیس جمهوری سینگاپور زیب یا داره که میلیون سمی مهاجر را فریب داره. مهاجره که در پدولا خواه حال مهاجر آمد دیدم من مهاجرم چی عذابا در فریب که در پول سونا گرفته است چون 337 در یونو میزنن یا که ایزد همونه که جهان میشناسش ما ایرا تا کدام ملت را بگم بگه ایزد همونه میدونیم ایزد همونه بگم محبسی کردم چون یک تایتل ویدیو ابرشنی میگه چی میگه نکده. امروز شما زنده شده ای پشتی که عود صادقه که چی فایده برای همین مردم چی همین مهاجر چی فایده عود صادق اونا بران یک کودک کوچک و یک اپا جون باور که من یک ساعت همیجا در چیست دادم برای همین که همین مردم حدی اقل بفهمن که ریپ ای کانسر ای چی اسلام ایرا حرام کرده ایرا درست نیست گوش کردن. دادر یک سوال داشتن در همین بابت ایزد اما گفتید که دنیا وقتی که ما پشتی سرا برومیم پشتی حافظ چی که رفتیم پشتی رقصش نمیشه که همین ما را نمیخیره بس جهان دیده است که سواد ما تا بجای 60 سالهای ما برومه پشتی ریپای او جایی که مشکلی اور چانسم شید ای چانسم شید او چانسم مردم گشنه نیست. بله خب یک سوال داشتم برایتان دادر یک سوال داشتم برایتان آیا شما یگان بار در یگان شبکه اجتماعی ملت های دیگر شنیدید که همون رئیس جمعیتی آن ملت را باز داشته بردن مثلا رئیس جمعیت ازبک ها هم هست در تمام شهرهای روسیه رئیس جمعیت قرقیز ها هم هست
ارمن ها هم رئیس جمعیت خود را دارند. یگان بار شنیدید که از آنها هم رئیس جمعیتشان را باز داشته بردند و مهاجران را سرسان کردند؟ شنیدید؟ من هم نشنیدم. من هم هرگز تمام جهان تماشا میکنم، همه به همون چیزی مثال شهروندای همه شهروند چیزی طلب کرد، همون خیلی آزی مثال همی چیز ما زندگی کردیم جایی که همون آدم ها مثال شهروندا را فریب میکنن، با طریق فریب چی پولاشون را گرفته هستن و در آزادی هم شخصی برآمد حق گلزد او باید محبس شود. من خیلی دیدستم. بله چنین حالتی است. و یک فیلسوف روس سینیلنیکوف میگوید که گوسفندان در رمه فکر میکنند که بهترین راهبر برایشان چوپان است و بهترین حمایتگر سگ است، در حالی که دشمن غدارترینشان همین هر دویند. چوپان است که سر میزند و سگ است که باقی مانده های گوشت او را میخورد، اما گوسفند گمان میکند که راهبر بهترینش چوپان است و گوسفندانه نباید فکر کرد که چوپان را راهبر بهترین نامیم. واقعا درباره بران و عبدالرازق گفتید، من فکر خودم را میگویم. یک سال قبل تمام شبکه اجتماعی درباره قروتاب گپ میزد. کلمه تاجیکی هست، ازبکی هست، از کجا آمده، قروت کدام کلمه، طبق قروتاب چخیل، همه قروتاب اونقدر قروتاب گفتند که دیگر از خوردنش هم از تیار کردنش هم دیگر دل سرد شد، دیگر فیسبوک در آمدن نمیخواست آدم. و اتفاقا باره وارد شدن که حتی رئیس جمهور سری طبق قروتاب آمده گفته ایستاده است که آلوچه می انداختیم به قروتاب. یعنی از همون عادی ترین مردم وارد شده در شبکه اجتماعی تا به راهبر کشور قریب 2-3 ماه یک خیل گفتن قروتاب قروتاب. کامل خواجه نکت هنوز 16 ساله بود، گفته بود به مکان نرسیدم که زدل حرف زنند، هر کجا میگذارم حرفی شکم میگذارد. نخواد در شبکه بزرگ اجتماعی از علم و معرفت و پیشرفت و سیاست نیو قروتاب گفتن گیریم، یا پای کدام یک کودکی که در کدام یک سرود جا گرفته یا نگرفته. عجب زمانه. خب عجب زمانه، عجب مفکوره های، عجب درک و توان بینش بر موضوعهای جامعه. خب بسیار تشکر میگویم از شما که سخنهایتان پر محتوا بود و من اینا کردم. یک سخن دیگه اگر اجازت باشه. خب و آخرین سخن باشد چون اینجا خیلی انتظار شدن. جسور مرحمت. همه مردم اما میخوام که همه خواهشیمه گوش کستن. ما برای همه در اومدم بس کنن اول کم ترک مفکوره یک کتاب بگیرم بخونن. پیش این اما برای چی گفتم این بران و کیرکی پیش اینی قلیه اینه شبنم اینه اوچه شبنم سوریو ما گوش نمیکنم همه چیزا را. کی بود شوهر جوان کرد دیخه کرد و خیه کرد همه چی بود. حاضر با همه مردم دهمی رفتیم. بله. ای مردم آخر سخن همه را گفتانیم بس کنیم. ای حافظ ای چی شعر باشد سرود باشد حافظی باشد میدونه که کی گفت. همه قصال ایدمی همه گشت چی شده بس کنیم. بس کنیم همه کارا بس. چیزی نگاه که منفیت نداره در جامعه خویدن نداره چی در کار ایدمی همو دویدن. بله درست است. و تفکر انسان و پیشرفت انسان وابسته بر تفکر انسان است. آنچنانه که فکر میکنی همانچنان راه اندازی میکنی راه زندگی را. بله من فهمیدم شما رو چی گفتنی هستید. تشکر دادر برای اشتراک و ابراز اندیشه هایتان. اگر اینجا اجازه باشد جسور خیلی انتظار شدن قبول کنیم نفر دیگر را. مرحمت. میکروفون بله بلندگویک را باز کردن. جسور سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. گوش میکنم شما را. اینجا درباره همون مهاجران به فکرم برنامه رفتی سوسه. بله درباره مهاجران و بسویبی گفته. بله. تمام میخواستم میخوام فکرم رو بیان نمایم که امروز ها چقدر که ما خبردار هستیم البته شماره مهاجران نسبت سالهای پیشین کمتر شده ایستادن. به همین شما راضی هستی؟
نه، وزیر کارهای خارجه روسیه گفت که امسال شمار مهاجران تاجیک بر 3 میلیون رسید. من شخصا خودم همین خبردار بودم که یک 2 ماه پیش برآمده گفته بودن که 800,000 گفته بودند. من همین روزی شما 3 میلیون گفتید، برای همین گفتم که خیلی ممکن یا من خطا کرده باشم یا شما خطا کرده باشه، لیکن این 800,000 بود به فکرم. من از دیگر مسئله من رئیس وزیر کارهای خارجه روسیه گرفتم اقتباس که بر 3 میلیون رسید. شاید خیلی دیگر مسئله که من گفتم میخواستم اینجا بسایبی گفته ما خودمون که در مهاجری بودیم خیلی بسیار حالت‌های هم وا میخورند که از جانب خودی جوانان ما نیز بسیار قانونشکنی در فدراسیون روسیه به چشم میرسد. یعنی آنها گویم اگر به ترتیبی میکنن یا شبگردی میکنن به یگان کارها دست میزنند، این حالت به البته که دولت به آنها یگان کمک کرده نمیتوند شاید همین خیلی حالتو میشد که یعنی این را به صویبی گفتن نمیشد. یک تاجیکستان یک دولت است 2 میلیون اهالی دارد، به مهاجرت نمیشود. این یکمش. خیلی دیگر مسئله که من گفتم میخواستم البته عین زمان در تاجیکستان خب باور کنید خانه ما که اوزی در داخل هستیم برای زبان آموختن، برای مخصوصا برای مهاجران برای کسب آموختن کورس های گویم اگر رایگان تشکیل کرده شده است. یعنی از زمین باید هر یک جوان استفاده برد، زبان آموزش مکمل گرداند، خیلی صاحبی کسب شود. باوری کامل داریم که آنها خار نمیگردند در روسیه. یعنی بعد از خودی نگرانی من در برنامه شما چی است؟ راستی گپ همین است که اکثریت چنین برنامه مقصدهای پسیبردگی دارند. شما خیلی تصور کنید از همین در کامنتاری میگویند که من یکین بار در برنامه شما صحبت کرده بودم، در کامنتاری ها طرفدارانی شما هستند، طرفدارانی دولت هستند. نمیخواد؟ بله بله. اکثریت به دو گروه تقسیم میشدند. یعنی این برنامه گویم سبب گردید که دو گروه جوانان گویم عموما اشتراک برانی همین چاربینی همین برنامه جدا گردن و همدیگر رو گویم اگر سخنهای قبیح هم میکردند، حالا که از یکدیگر تماما ناشناس هستند، بیخبر هستند، یعنی یکدیگر رو حقارت میکنند. اینجا گپ درباره سری آن رفته است که ما نگاه سیاسی گوناگون داریم. یعنی ما بین همدیگر دشمن نیستیم. ما هم تاجیک هستیم، شما هم تاجیک هستین، هم زبان هستیم، هم ملت هستیم. یعنی ما با آن نفرانی که حاضر در شبکه اجتماعی گویا که ما طرفداری دولت باشیم و از این سبب ما رو حقارت میکنند، طرفداری حکومت گفته. یعنی به فکر من همین خطا است. یعنی ما گرچند که نگاه گوناگون سیاسی داره، لیکن ما نباید بین همدیگر دشمن باشیم. ما نباید یکدیگر رو حقارت کنیم. شما همین اهمیت برنامه شما سبب گردید ایستاده است که آدمان به دو قسم تقسیم شوند. باز همون دو میدان شود یا دو دیگر شود. باز من یکین بار در برنامه هستم، خواهش میکنم از من با خفه نشوین. لیکن همین خیلی حالت هستم و فکر خود را هم میگویم البته. خب لیکن در آخر همین خیلی خلاصه برآوردن ممکن است که خیلی چنین برنامه سبب گردید ایستادن که بین شهروندان خصومت بین همدیگر پیدا شود. یعنی آنها تیار هستند حاضر اگر یک دیگرشان کلی واخورند، حالا که به یک دیگرشان رو نمیشناسند، حالا که انگار در حیات همسایه شدگی نیستند، لیکن آماده هستند علیه ضد همدیگر جنگ کنند. یعنی یک گروه معین پیدا شده است که با یک مقابل دیگر گروه چکنند مبارزه برد. البته مهاجرت در تمام کشورهای دنیا هست، خیلی معما است. ما به نزدیکی با درخواست جمهوری قرقیزستان که 2 نفر شهروند تاجیکستان دستگیر شده بود در فدراسیون روسیه، اگر خبر داشته باشه، با درخواست پروکراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان آنها آزاد کرده شدند. نمیخه؟ بله از این هم آگاه هستیم. بله. یعنی گفتن جایز است که تماما آنها بی‌صاحب هستند مهاجران، این به فکر من خطا است. یعنی همان نفرانی که بی‌صاحب خود را میپندارند شاید آنها از خودشان گناه گذشته است یا یگان از سبب کسب نداشتنشان، زبان نداشتنشان سرسان گردیده هستند. از این سبب از دولت شاید رنجیده باشند که گویا حقوقی آنها را حمایت نمی‌کنند. تصور کنید که در یک دولت بیگانه هستند، آنها با یک کارهای گویم ناشایست دست میزنند، با یک
شبگردی میکنن. تمام من خودم با چشم خودم دیدم که در همون پارک ها میگردن، در دستشان پیوه میخورن، دیگر میکنن. بعضی مهاجری بچه خودمو از همین سبب اونا چون میکنن میگیرن دیپارتاسیون میکنن. بعد چی؟ بعد دولت رو گناهکار کردن. کاری چی نیکو خیر دولت عزت میماند چون برای همین خب برای همین من خواهش میکردم که خیلی اون نفرانی که ما رو گوش کرده ایستادن خیلی کسب آموزیم، از این امکانیت ها استفاده بریم، بعد با مهاجرت رویم تا اینکه چی نشیم سرسون نگردیم. خیلی اگر مرامت اگر چی باشه شما خیلی پسندی من آمد دو در جسور بله. خیلی پسند آمد، خیلی جانبدار هستم. این آداب معاشرت شما، آنچه که شما گفته توانستید، فهمانیده توانستید و زبان ناب تاجیکی هم بود اینجا. یگان دشنام نبود، قباحت نبود، نسبت یگان نه دشنام نیست، نبود، چیزی نبود. من 100% جانب دارم. نسبی است گفتنی هستید فکری ما را و فکری که عموما کاملا برهانی قاطع است، دقیق است نیست. همه فکرها نسبی هستند. حتی در طبیعت هم چنین است. برای آنکه از دشمن ایمن ماند حشرات رنگ علف و همان نباتات را میگیرد، اما باز از آن که می جنبد پرنده او را دستگیر میکند. حتی همرنگ گیاهان شدنش کمک نمیکند چون که نسبی است. همه چیز در دنیا نسبی است. بله من در روسیه بودم. من بودم 2 مرتبه با مدت خیلی زیاد و احوال مهاجران را خودم با چشم خودم دیدم. مراتبه دوم در جای کار میکردم که در همان خط مسیرگرد ماشین ما پول میچیدیم، از راهگیر میگرفتیم. پول شک میگویند که به زبان عادی مردمی از ساعت 5 سحر میبراندن تا 11 شب زنهای کودکدار در اتوبوس پولچینک بودند. شاید کودکشان را بر نفر میدادند که نیم پولشان بر او داده میشد. حالتشان نهایت وزنی بود. چه خوب میبود اگر در وطنی عزیزمان کار میبود که اگر همین مهنت کرده ایستادهشان را در وطن کند. این یک مهنت ضربدار است. همین رنجی در غربت کشیده ایستادهشان را در وطن، هر یک بناکاری در روسیه بوده اگر در وطن همین زحمتش را کشد، همون بناهای آسمان بوسی روسیه در تاجیکستان قامت افراخته می شود. این همه رنج ما، این همه قوه کاری ما که در مملکت های غیر سفری می شود، انا من در اینجا نمی خواهم ایجاد کنم. اگر در وطن خودم باشم و با همین ایجاد مشغول باشم، مثلا کل عالمان کشفکاری کشور اندلوسیه را یک آموخته و زمان تاجیکی نوشته برآمدم. برای وطن خود اگر این کار را میکردم یک جزء بزرگ کتاب حاصل میشد. چقدر خوب بود. اما سطح راه خیلی بسیار است در وطن. در وطن با نوک قلم نان یافتن دشوار است. چه خوب بود اگر جاری میشد همین کارها. با نوک قلم نان یافتن، نان خورده روزی گذشته است. بالای این گفتن حقیقت که تماما آنجا امکان ندارد. من کارمند رادیو بودم. اگر سایما سعید و نویسید در یوتیوب می نویسید، در کجایی که خواهید در شبکه فیسبوک هم را هم گفتگو کنید، خواهید تمام استرافشان را تکرار کرده رفته پرسید که آیا من زن بودم که می توانستم از همین اکستریمیسم و تروریسم آگاه باشم یا توانم مورچه را کشتن نمیتوانم. زن ضعیف است، وای مادر است، وای پر مهر و محبت است. در هجرت دیگرها اگر زواد و فابریکای و ماده لباس را بینند، من همون اترکسیونی که کودکان بازی میکنند بازیگاه، من همان را نگاه میکنم. در وطن همان را برده میسازم، چون که من مادر کودک دوستدار هستم. دیگر چیز را نگاه نمیکنم. نسبت در وطن این است که حقیقت را گفتن قریب که ناروا شده مانده. اونجا نمیتوانیم گفتن و خیلی ناعدالتی از مقامات ها دیدم که جان به حلقمان آمد برآمده رفتیم و در این باره نوشتم هم میهن مرا ببخش که دردت فراهم است، میهن مرا ببخش که هجرت مسلم است. اما چگونه دستی مرا ساده هم اگر فرعون در کنار تو عیسی مریم است. وطن هر یک همان راهبره بر نادرستی ها، بر اشتباه ها وادار میکردگی آدم در اطرافش بودن خوش آمدگوها هستند. والا مقام تو این هستی، تو آن هستی. اگر با من هم سخت خوش آمد کنند از خود میروم. آدم است، بی خطا نمیتواند بوده. خب از موضوع خیلی دور رفتیم، یک برنامه شخصی خودم نشود، اما با گفته های جسور جانبدار هستم، با همش جانبدار هستم.
خواهد نخواهد من جانبدار هستم نفرانی که ما را تماشا میکند. در حقیقت در همین نوشتجاتی که در کنار یوتیوب هست در تریزه دیگری نوار اینجا نوشته ایستادن بر دو طرف تقسیم شده. فقط التماس میکنم با قباحت حرف نزنید. نظری سیاسی گوناگون است، بگذار با هم بحث کند. خب اگر بیرون شدن از واتساپ نفر وارد شدن، بعدا نوبتی کی بود؟ مهاجر. مرحمت. السلام علیکم. مهاجر گوش میکنم شما را. السلام علیکم. الو. بله گوش میکنم شما را. گوش میکنم. الو. شما را گوش میکنم. سلام آقا. سلام. و علیکم سلام. بله گوش میکنم برادر. من برای شما چی گفتم هستم که ژورنالیستی که خاموشم باید حرف بزنم، باید گپ بزنم، خپم خاموشم. چی گفتنی هستید برای ژورنالیستو؟ زیرا وظیفه ویا هستم. از سرشان میترسند، در محبس نشستن نمیخواهند. نه خود که از 100% ترسد. نه دادر، یک بار شما ژورنالیست های در محبس نشسته را یک نامبر کرده میتوانید؟ اونقدر پیشم نیستن که ما خب اونقدر پیشم برای من که ما تا اسم وای را من نمیدونم نام وای چی هستم. باشه که ما کار نکردن که نام وای را ما بخاطر گیریم. خب وکیلان دفاع چقدرن در محبس میدانید؟ چند نفر وکیل دفاع از ورزیده ترینشان نوریدین محکم و بزرگمهر را میدانم و خیلی دیگر هستند. این از مشهورهایشان. انا یک سوال دیگه برای شما راضی هستید که یکمی وظیفه ژورنالیست ها هستن که ویا باید یک بار که تلویزیون سفیر یک تاش باید گپ زند که چی گپ رفته است در تاجیکستان باید تاثیر میکنه. شما راضی هستید یا نه؟ راضی باشم که حقیقت را گویند روزنامه‌نگاران تاجیکستان. همین؟ یک بار اقلا یک تاش. بله. خب سوال را نفهمیدم. سوال من این است که برای شما یک ژورنالیست تاجیک نتونست بروماده غیرت کرده گپ زنه که چی گپ رفته است در تاجیکستان، چه خیلی کروپسیا، ناحقی، نامردی. دلیل امام علی هست حرف میزند، فقط گاه نمیخواهد که ما هم استفاده کنیم از حرفهایش. خب یک چیز دیگه، یک هفته پیش بلوگرای روسیه رفتن تاجیکستان، بلوگرا سنیمات کردن زندگی چه خیلی و این طرفتا زندگی حقیقت اونها نشان دادن. این گفتن که در تاجیکستان گپی نغز دوست نمیدارن، چیزی حق اینجا ناحقه. اینا میدونید شما؟ با تمام بلوگرا برآمدن پروتی وایو گپ زدن که شما را که حق داد اومدید تاجیکستان، نام تاجیکستان سیاه کردید. اینا گفتن که بچه‌ها ما دیدیم با چشم خودمون، شما میفهمید فقط ما داریم پامیل و نورک و سیاه کنیم و ماهی و درخت و وانه چیزا رو نه، ما حقیقتش ما نشان دادیم. بله. یکی اصلا چون خبرات نیستم. بله من شما را کاملا درک کردم. سال اول که مهاجر شده. خب یک پیام دیگه من برام برای چیزی دیگه بچه‌ها هستن گفتن هستم که ژورنالیست‌ها روزنامه‌نگار تاجیک شما نامردین، وظیفه یکم شما باید جواب که شما نامردی کردین. دیگر کلمه را استفاده میکردید بهتر بود. با کسب خود اگر صداقت نشان نداده ایستاده گفتن کمی بهتر. صداقت در کسب خود. همین خیلی میبخشید اگر مشغول. به هر حال هم ملتان ما هستند، در قطارشان استادان ما هستند که اونها هم خانه و در و خیلی لایق بزرگ گفته اینه که گفت غمی گاو و بز و بزغاله. من شما را درک کردم دادر. من هم ردیف حرف شما گفتنی هستم که سال اول بر مهاجرت برآمدم
شاگردکانی که از دهات دوردست آمده بودند چون وطن استعدادده است بر شهر آمده آغاز کرده بودند، چه خیلی حرف زدن در منبر، چه خیلی زیبا گفتن، چه خیلی دقت مردم را جلب کردن، صنعت‌های فصاحت و بلاغت سخن، این همه را دفترک آورده نوشته بلبل گویا شدن. سال آمدن بر هجرت اول همانها نوشتند خائن ملت، بعدا 2 سال گذشت یک اکنون وارد میشوند با نامهای گوناگون و میگویند معلم مرا شناختید؟ اگر نگویم میگویند به هر حال مرا ببخشید من فلانی هستم، من نفهمیدم. وقت نشان میدهد، وقت بهترین داروست. وقت نشان میدهد حقیقت را، فقط آهسته آهسته با مرور زمان آهسته آهسته میگذرد و نشان میدهد. نوبتی که مرحمت از وایبر زنگ میزند، آن که در افیر هستند. خب بله، سلام علیکم. و علیکم سلام، گوش میکنم. آره عزیز، بخشش زیاد من اونقدر در برآمد شما باری اولم اونقدر معلومات بسیار ندارم. وابسته از آنه که شما حاضر وقتی سخنرانیتان گفتید که ما دور از تروریسم و اکستریمیسم بودیم و کسی فکر نمیکرد، گمان هم نمیکرد که ما با تروریسم باشیم یا خود اکستریمیسم. لیکن آن رفتاری که همون سالهایی که گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی اعلان گردیدنی سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حالی که از جانب حاجی حلیم نظرزاده حالتی که تشکیل کرده شد همچون حرکت تروریستی و اکستریمیستی میشمارد یا نه؟ من راستی گپ را میگویم اکنون. یک تا فیتا دیسک به تاجیک فیتا میشود بر استودیوی رادیوی ما آوردند. بعدن گفتند این را باید بسیار کرده دهید، چون راهبر رادیوی ما کمباین داشت که این دیسک را بسیار میکرد. وقتی ما تماشا کردیم از کارمندان کمیته امنیت پرسیدیم که مگر حقیقت دارد این همه گویا آماده شده است نقش آفریدند؟ کارمند کمیته گفت که معلمه کمی آرام باشید، زندگی کردن نمیخواهید مگر؟ تبسم کرد و همین مضمون خیلی بزرگ داشت. خودشان هم خوب میدانند که نظرزاده شامل حزب نهضت نبود. من نمیدانم او شامل کجا بود، اما او که حربی بود، او کارمند دولت بود. گل مراد هم کارمند دولت بود، گل مراد حلیموف. او را گفتن دیوانه شد، گفتن از آشانه بلند خودش را افکند. باز یکی پیدا شد از کدام یک کشور غیر که به افسانه میماند حادثه ها. نمیدونم، من گفتن نمیتوانم انیق به این موضوع دیگر وارد نمیشوم چون که مکمل در این بابت خبر ندارم. اما تروریستی بود نبود یا ساختند آن را، بافتند، تیار کردند، این همه را باز هم وقت نشان میدهد، تاریخ نشان میدهد، حقیقت را تاریخ نشان میدهد. اگر گفتنی دارید مرحمت تا به آخر گویید، ما سخن شما رو نمیبریم. خوب، انا تشکر زیاد برای بیان عقیده خودتان. اکنون اون حالت هایی که شما خواهی گفتید بود یا نبود معلومات کافی ندارم، لیکن بعضی فکت و دلیل هایی که شما میگوین بیگان خیلی به فکر من ده، این هم فکر من است. البته تا کجای درست است نادرست است با این مردم خودش به هم میدهند. انا اساس فکت تو دلیل هایی که شما میگوید اساس هم ندارد که مثل گفتید ما به گفتن زندگی کردن میخواهی یا یگان دیگر به اصطلاح روسی باشدم که شانتاژ کردن، یا خود وقتی حاضر پیش از من پیوست شدن یک برادر دیگر گفتن در تاجیکستان سخن گفتن نیست است و دیگر همین سخنهایی که میگویند یگان اساس حقوقی دارد یا یگان دلیل اثبات یگان فکتی بغیر از سخن خالی یگان حالتی؟ نه دارد من دلیل اینا من ببخشید من سخنم رو تمام کنم. بله من استوری بلد این خواهرم من میدونم، من استراشنی ام، من دکزات من نگفتم کی است جای من یک فکر خودم بیان کرده ایستادم. اگر اجازه باشه من سخنم تمام کنم. بله فرهاد شما حرف زنید. من خودم نیز در مهاجر مهنتی بودم در ولایت مسکو در پرسپکت ورناتسکی سالهای 2018 بود.
یک شهروند روسیه قطع صحبت هم صحبت شدیم که اون کس پرسیدن که در جمهوری تاجیکستان حالی هم در وطن شما جنگ می رود؟ گفتن با یک پیشخند گپ زدن. بعد راستی کمتر ناموسی تاجیکی ما میرسد این خیلی حالتها. من بعد در آمدم در اینترنت سایت های رسمی، سامانه های رسمی اون امکانیت ها، اون شرایط ها نشان دادم رو به راستی گفتن. من فکر کردم تاجیکستان و افغانستان یا خود پاکستان همتون یک هستین. تا همین روز حالت های جنگی در شما هست. برای همین من بار دیگر هم تو گفتنی هستم که ما نیز مهاجر بودیم، ما نیز دیدیم اون روز. امروز خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان هستیم و اون چیزایی که شما نقل کرده ایستادین، اون چیزایی که شما گفته ایستادین، ما در زندگی همه روزمون نمیبینیم. برای همین من پیوست شدم که خیلی هست که خیلی که من خبری از گفته داشتم، اون فکرای اون حالتایی که شما میگوید نسبی است. امروز در حیات ما، مثلا من در حیات خودم میگم، از من پیش یک دونه و شیرزاد بودن، شیراز بودن، اون کس پیوست شدن درباره حیات خودشون گپ زدن، درباره مثلا دیده های خودشون گپ زدن. ما یک چند شهروندای تاجیکستان که در داخل کشور هستیم، ما شکرانه گفته زندگی کرده ایستاده هستیم و از وظیفه اولین درجه دولت ما تامین است. یگان طالب، یگان تروریست، یگان اکستریمیست در داخل کشور شب است روز است به ما یگان خیلی تجاوز نکرده است. من برای همین بیان فکر کردن خواستم که امروز این همین حالت هایی که بسیار شما زیاده گویی است به فکر من فکر با مردم خودش به هم میدهد به حالت های شده ایستاده. فرهاد گوش کنید، همین من مانند هستم به تروریست؟ کی؟ من مانند هستم؟ اکنون تروریست به نمود ظاهرش باید چه خیل شود؟ نمیدونم، من ندیدم تروریست چگونه است. خیر همین قدر میدونم در دست یراق دارد. من که یراق زنده را به دست یگان بار نگرفتم، زنده نیمو حقیقی نگیرم. انکوش هستن شخصایی که اکستریمیست هستن، با سخن مردم رو بین خود جنگ می اندازن. این هست حالت الان دیدید حاضر همین با نام مهاجر برآمدن، الکی سخنرانیشون دیگر شد نسبتی من حالتی بود که من تنها فکر خودم رو بیان کردم. من همین برای همین گفتنی هستم که مثلا این همین برنامه شما الکی مبین من و همین مهاجر الکی یک مناقشه به میان آوردنش ممکنه، مگر این حالتی اکستریمیستی شده نمیتونه. برای که تو ما میشناسیم تو را، تو کی؟ تو هنوز نوبت فرهاد است. نوبت فرهاد است، باید نوبت به نوبت رعایت کنیم. یا بگو یا بشنو گفت و شنید است اینجا به گفته مرزا بیدل. خب گوش کنید فرهاد جان، من دیگر پرابلم های خودم نمیگویم اینجا. ژورنالیست باید به هر دو طرف برابر نگاه کند، هر دو طرفی ترازو، یک طرفه نه. فقط تعریف نه و هر دو طرف رو برابر نگاه میکنیم. فقط تنقید هم نباشد. من نسبی بودنش رو تن گرفتم. بیایید من فقط و دلیل برهان قاطع میبرم برایتان. سال 2017 16 اکتبر من به کراسنویارسک طریق طیاره خوجان کراسنویارسک پرواز کردم. آنجا نفر وکیل دفاع شده کار میکرد در تاجیکستان، مرا به کار دعوت کرد در جمعیت در اداره حفظ حقوق مهاجران. گوش کرده ایستادید؟ حفظ حقوق مهاجران. بله میخواستم به آنها خدمت کنم، برای حفظ حقوق مهاجران تاجیک ترجمان باشم یا کسی نفر دیگر باشم، کمک کنم. برای من این کار معقول بود و او دعوت کرد مرا، چون میدانست که در تاجیکستان جه خدا من از پای کار هستم و میدانست که در استرافشان حادثه شد که من این جنایت را پیگیری کردم و برای من خطر دارد همین پیگیری کردم، چون که در قفای جنایت خیلی مقامات ها هم بودند. و من در کراسنویارسک بر اداره به کار دعوت شدم که راهبر اداره افسر امنیت محمد علی رسولوف بود. اگر خواهش میکردم کارگردان ما محمد علی رسولوف برآمدش رو میافتند از یوتیوب، خیلی یک دلیل قاطع بود. و در اینجا کار نکردیم. من تا هنوزی که حجت گذاری میکردم آماده میکردم، پتنت اجازه کاری را آماده میکردم، بود و باش خود را آماده میکردم، شرایط بود و باش خود را همراه پیوندان خود. و همانجا حادثه رخ داد که از فیسبوک روسیه برای تفتیش همین اداره آمدند و
هنگام مفتش 2 ماه رسا تفتیش کرد. من مفصل در این باره نمیگویم که ای بیانها آشکار شود. من همین قدر میگویم که از مفتش پرسیدم که با زبان روسی اکنون چی باید کرد و گفت بهترش این که از حدود این کشور بیرون شوی، چون یگان خیلی بر سری تو بار نیست، همینجا توش کار نکرده. برآمده محمد علی رسولوف سابق افسر امنیت تاجیکستان بعد از آن که از کراسنویارسک بیرون شد در تمام شبکه‌های یوتیوبی پخش شد. بیایید از همین برآمد کمی گوش میکنیم. مرحمت. این دقیق ترین دلیل است، برهان قاطع است، برای شما پیشکش میکنیم. مرحمت. با عرض سلام به همه. با نظر داشتی حوادثی دلگیر کننده سالهای اخیر که در قلمرو کشور ما شده ایستاده است، من میخواستم نظری خود را نسبت همین وضعیت طریق همین پیام رسمی، طریق همین نوار و جامعه شهروندی رسانم. حالا من در یکی از کشورهای اروپایی موقتا زندگی دارم. من رسولوف محمد علی هستم، افسری کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان می باشم. فعالیت رسمی خود را در همین کمیته از سال 1997 آغاز نمودم. با عرض سلام به همه. با نظر داشتی حوادثی دلگیر کننده سالهای اخیر که در قلمرو کشور ما شده ایستاده است، من میخواستم نظری خود را نسبت همین وضعیت این نوار آدیو بود، نوارش را دریافتیم برای شما. مرحمت. و جامعه شهروندی برسانم. حالا من در یکی از کشورهای اروپایی موقتا زندگی دارم. من رسولوف محمد علی هستم، افسری کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان می باشم. فعالیت رسمی خود را در همین کمیته از سال 1997 آغاز نمودم. همچون کارمند اپراتیوی در چند ریاست‌های اپراتیو مرکزی همین کمیته فعالیت نمودم و از آخر سال 2003 اول سال 2004 فعالیت غیر رسمی خود را در قلمرو فدراسیون روسیه 2015 با فرمان پوشیده رهبری کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در قلمرو فدراسیون روسیه یک گروه مخصوصی کاری، گروه غیر رسمی مخصوصی کاری تشکیل می شود که در این گروه 3 نفر افسری کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان طریق فرمان شامل می شوند و من نیز به همین گروه شامل می شوم. سردار همین گروه بر ذمه полковник نظرف واگذاشته شده بود و کارمند سوم این مایور عبدالرحیمов بودند. افسران همین گروه نیز هم نظرف و هم عبدالرحیمov در قلمرو فدراسیون روسیه غیر رسمی عمل می نمایند. من همچون خادم جمعیتی عمل می نمودم، اینها باشند همچون نمایندگان شرکت‌های تجارتی. از سال 2016 من وظیفه‌دار شدم که چند مرتبه به کشورهای اروپایی سفر نمایم. هدف سفر این اصلا آموزش وضع اپراتیوی در بین مخالفین تاجیک بود، علل خصوص در بین اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
аз соли 2016 то моҳи марти 2018 ман 8 маротиба бар кишварҳои аврупоӣ сафар намудам. зимни сафарам чанд маҳлакҳои оперативиро гузаронидам, амалиятҳои таҳризшударо амалӣ гардонидам. дар натиҷа ба мо муяссар шуд ки дар байни гурӯҳҳои мухолифин дар ҳақиқат низоъ ворид намоем ва ба гӯем фраксияи ҳизби наслии исломи ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз чанд гурӯҳҳои дигар иборат аст, як фраксия алтернативӣ созем. ман умедворам ки одамое ки дар ҳақиқат аз ҳаводиси вазъи оперативӣ тариқи фейсбук, тариқи расонаҳои иҷтимоӣ меомӯзанд, аллакай фаҳмиданд ки дар байни гурӯҳҳои мухолифин низоъ ба вуҷуд омадааст. натиҷаи кори аслан натиҷаи кори кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ман дар бораи чӣ тарз низоъ дароварданд, чӣ тарз ман намегӯям. ман танҳо нисбати ду вазъият, ду супорише ки буд, супорише ки дар ҳақиқат асосӣ буданд гуфтанӣ ҳастам. супорише ки то моҳи марти соли 2018 буд, ин дар асоси лоиҳаҳои махсус дода мешуданд. ин ҳам бошад лоиҳаи дар ҳақиқат ба мусолиҳа овардан ва барои баргардондани гурӯҳи мухолифин, аз он ҷумла гурӯҳи ки мо онҳоро ҳамчун радикали экстремистӣ қабул кардаем буд. афсӯс мехӯрам ки ҳамин лоиҳа то охир ҳалли худро наёфт. моҳи феврал ҳамин лоиҳа дар ҳақиқат шикаст хӯрд, барҳам хӯрд, зеро роҳбарияти кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамин лоиҳа як нуқта гузоштанд ки ҳамин лоиҳа амалӣ нашавад. ин ҳам бошад лоиҳаи мусолиҳа буд. ман хотиррасон мекунам. ҳадафҳои асосӣ ки ман дар кишварҳои аврупоӣ қарор доштам ин ҳам бошад шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла роҳбари ҳизби наслии исломи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳиддин Кабирӣ, дигар аъзоёни гурӯҳи мухолифин, аз ҷумла Шарофиддин Кадоев, Шамсиддин Саидов, Равшани Теймуриён, Теймур Варқӣ ва дигарон буданд. аслан ман ҳангоми сафар, ҳангоми будубош дар кишварҳои аврупоӣ, ман бо ин шахсон чанд маротиба ҳамсуҳбат шудам ва баъзе аз ин шахсон пешниҳоди роҳбарият барои баргаштанро пешкаш намудам ва خب تماشابینان گرامی قدر، اگر کاملا این نوا را گوش کردن خواهید چون بسیار است و فرصت برنامه را میگیرد میتوانید در شبکه یوتیوب وارد شده گوش کنید. اونجا حتی درباره عمر علی قوتوف او را قتل کردنشان از جانب کی فرمان داده شده است و باید کبیری را هم میپراندند و چون این فرمان هست و خیلی این چنین سخنها هست. میتوانید گوش کنید چون فرصت برنامه ما را اولا میگیرد، بعدا ما که به اجازت محمد علی رسولوف پخش کردیم نواری او را بعدا آگاه میکنیم. به هر حال حقوق نداریم. به همین خاطر شاید اگر لازم شود گوش میکنید. با نوبت دیگران را قبول میکنیم. فرصتی برای برنامه شده محدود است. فرهاد اگر گفتنی باز دارید، اگر ما
یک گفتنی آخران دارم، بعد وقت شما هم بسیار نمیگیرم. در حقیقت بسیار نفر خواهش گفتن دارن. نواری که حاضر موندید، ما میتوانیم نوارهایی که از جانب حاجی حلیم نظرزاده تقسیم نمودن عراق یا خود دستگیر کردن قصر ملت نقشه‌هاش که نوارهاش ما که دیدگی هستیم، میتونیم به این همچون گروه تروریستی و اکستریمیستی اعلان گردیدن سبب اعلان گردیدنش به حساب گیریم. این هم علاقه چه دلیل قاطع شده میتواند، این البته فکر من و با تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان، من همچون یک شهروند میگویم که امروز در جمهوری تاجیکستان من ما آزادانه چقدری که من در دایره یک چند دقیقه در برنامه خواهر عزیز من بیان عقیده نمودیم و ما رو یگان کس مجبور هم نساخته است، ما رو یگان کس وقت ما هم نگرفته است یا خود با یگان کس تیز و تند هم نشدیم. سخنهای به فکر من البته به یگان نفسانیت یگان کس رسیدنی هم نیستیم. من آزادانه سخنی خودمان رو گفتیم و طرفداران باشند مقابلان باشد میتونید آزادانه فکرتان رو گویید. باقی سلامت باشین. تشکر زیاد. بهترین است در خب بهترین این است که اگر در وطن هم یگان شبکه میشد که آزادانه نفر برآمده با جانب مخالف حرف خود را گفته میتوانست، چون ببینید جانبداران حکومت هم طریق همین شبکه حرف میزنند، چون دیگر شبکه وجود ندارد که حرف آزاد گفته شود. مرحمت مهاجر شما را گوش میکنیم. السلام علیکم خواهر عزیز. علیکم سلام، گوش میکنیم شما را. از نامتان شهر بیگانه در کشور غیر هستید؟ همخی هستم، در روسیه هستم. ما گفتنی دارم که همین برادری که اوزی برادرم گفته نمیشه ویره، این چوپلوس که اوزی گپ زد، ای با برادر اشورف التماس اون نفر که یگان کس را یگان حرف قبل نگفتند بیاید ما هم رعایت میکنیم. خواهر عزیز ایره گوش کردی چی میگه؟ همین تان نمیگیره، ویدیو موندی تان نمیگیره، باید آتش طرفداری کنه. این خودش معلومه طرفدار رحمانوف ایره میشناسیم. این همین بعد برنامه محمد اقبال هم روم نگه چهره خطی، این یک آموزگار است. این بچه یوشایی یک 30 ساله خیلی بچه ایره شناختیم. خیلی با شما موفقیت. برای همین من برادر برامده گفتنی بودم که این نبرو که برادر روزی میشه که من در پیشت میرم بعد دیگه خیلی گپ میزنیم. مالی خواهر عزیز با موفقیت به شما. من شما را بعد میشناسم. من استراحشنی هستم خودم. این برادر برام گفت که این شما چهرهتون معلوم نیست، درونتون چی باشه معلوم نیست. من گفتنی هستم که با اون برادر من این خواهر که میشناسم که همین در وقتی که کار میرفت ای کار می اومد در همین زمین یک نومیده ای میدید میگرفت در یگان جایی که آدم راه نمیگشت در همونجا میمون. این تو میگویی که اکستریمیستی هست. این اکستریمیستی میدونی آزادی بیان ما باید گپ زنیم. این دموکراتی نمیدونه. این چوپلوس نمیدونه که دموکراتی چیه. من آزادی گپ زدن حق دارم، من آزادی بیان من حق دارم که برم گپ زنم. باید پرزیدنت گپ زنم، خو گنرال گپ زنم. این حق بیان من است. این حق من است که من باید برم گپ زنم. این دموکراتی معنوش میه. این نمیدونه. این چوپلوس میبره میگه که این اکستریمیستی است. خب خواهر عزیز به شما موفقیت. خب تشکر، بسیار تشکر میگویم از آنکه میشناسید. ما هم دیگران میشناسیم. همگان یک ملت بزرگ هستیم. ما فارسیان هستیم. ما حقیقت جو، حقیقت طلب، همان فارسی ابرقدرت هستیم. امپریای بزرگ فارسیان بودن. همین که در اینجا اینترویو میگرفتند از من، وقتی من گفتم من فارس هستم دیگرگون نگاه کردن. یعنی نام فارس برای ما یک شکوه بیشتر زم میکرده است. بسیار تشکر برای ابراز نظرتان میگویم. از واتساپ نفر بسیار زنگ زدن، اول قبول کنیم بعدا بر کسی دیگر که طریق افیر وارد شدن. بله السلام علیکم از تاجیکستان. سلام علیکم. بله گوش میکنم شما را. سلام علیکم. و علیکم سلام. Scuze, na păi Soima. بله بسیار تشکر دادن.
الو دادر من گوش میکنم شما را. افشکه همین خیلی من وقتیم که شما در یکم برزنگ میزنم. خب خیلی موضوعی مبرم روز انتخاب کردین. خیلی مهاجرت یکی از دو مقصد که مردم مهاجر بسیار رایج نیست در تاجیکستان. خب لیکن این مهاجرت این نیست که ما باید بریم حتما باید در شکاتور کار کنیم، در سترویکا کار کنیم یا که دیگه یکان جای دیگه در کار کنیم. مهاجرت این است که مقصد که نه خیلی که این خیتایی ها میآیند در تاجیکستان راه میسازند یا که یکان زواد میسازند. ما هم باید همین که بریم در همون روسیه یکان کارهای مقصد که یکان دکتری یکان کسب در اساس کسب باید ما فعالیت کنیم. این خیلی نیست که ما حتما باید بریم چی کنیم. آدمی که در همین روسیه روسی را بدونه انگلیسی را بدونه 100% معاش بلند کار تامین می شود. خب نفرانی که روسی را نمیدانند اونها گناهکارند مگر در تاجیکستان دیگر کارگاهی نیست که اونجا کار کنند؟ هست که ما رفتیم همین نه موضوع شما مهاجرت های موضوع شما مهاجرت های فقط درباره مهاجرت گپ میزنید. خودش گپ نزنید دیگه که این خیلی و خیلی. همین مهاجرت مقصد که نما هست یاد خش تبروی ما مقصد میرم در اونجا همچون یک صاحبکاری میکنن یگان در حتی در چی یک خش تبوری ما هست وراچ در شهر تاتاریستان کازان وراچ های اویلی که پیش هم میگیره خونه ماشین توفاش کدن پورا همچون مهاجر های لیکن باید ما پیش خدمت مقصد ما که حتما باید رفته باید ما در سترویکا باید کار کنیم. خب بعد امی اپا دامو یا برادر در امی اولی برنامه مقصد زنگ زد امی موضوع شما گپ زد که مقصد که امی شما نیست مقصد پیلوت میباشد مقصد که امی جهت چی گپ زد امی مقصد اگر امی شما مقصد که امی چی باشین من امی برنامه شما امی روی علیش کردن در کوده امی شما جوابو نیستین برنامه چی جوابگو نیستم برای بردن برنامه همین خیل سوادم نرسیده بله جوابگو نیست سوادم برای کی آخه شما زن هستید این همین اگر من فکر میکنم که همین شما خواهر من باشد من اجازه نمیتونم که در تلویزیون برآمد کنید. شما صد کرگی اجت همون دینی گپ زنید اجت اسلام گپ زنید خطونه نمایش داده و مقصد که قطعی برادرها و قطعی مسلمان‌ها تماس گرفته قطعی مردک‌ها شما همچی یک اسلام گپ میزنید با میگید که آزادی زنان در اسلام آزادی زنان مقصد که در آنجا گفتگی است که محدود است گفتنی هستید مردها در بالای زنها راهبر همین گفتگی است. بالاترین آزادی را برای زن اسلام داده است. بلندترین درجه آزادی را اسلام همین خیلی لیکن همون در هم گفته است که مردها در بالای زن راهبر همین خود باپا من اگر فکر میکنم خود همین برنامه تا محکم کو کامپیوتر تا علاوه بزن خبره پا ای پس زندگی بشه ای پس اینا اما در ساعت هازی رو نا 21 قریب 21 شده است اینا تو باید در تعلیم و تربیت باید فرزندات خوب کنی فرزندات اوقات بتی چی کنی تو اومده ایجاد چی سیاست گفته سی چی گفته سی مردم اغوا انداخته پل جام دوری. خب در شما 21 در ما شامگاه هست زمین که دایره است و وقت فرق میکند. دادر جان من فرزند اویله نبیره دارم بی هستم من دیگر صاحب جمال ماه 14 نیستم که برای نمایش خود بر صحنه یوتیوبی برآمده باشم و خیلی از بینندگان خدا را شکر مادر گفته هم گپ میزنند از این من خیلی بالیده میشوم خرسند میشوم نبیره دارم و کل کودک همه برای من نبیره است چون این میپندارم. من به شما دلیل آوردم که 300 نفر زنها محدث بودند کلانترین کتابخانه دنیا و اولین کتابخانه را راهبرش زن بود و او رساله نامزدی هم نوشته بود. رئیس جمهور کشور سنگاپور حلیمه یعقوب زن است و رئیس جمهور یک کشور پیشرفته دنیاست و به نزدیکی در
برای گرفتن مکافات نوبل و برای در دانشکده اکسفورد یک آزمون شد. آنجا جای یکم را یک مسلمان زن پاکستانی گرفت. پاکستانی مسلمان زن بود. در تمام شبکه های پاکستان نمایش داده بودند. در کجا گفته شده است که زن همیشه در خانه باشد؟ در کجا؟ چقدر حدیث که ما از زبان زن روایت شده است میشنویم. مگر زن معلمه نباشد، دکتر نباشد، زن در خانه نشیند، زن شما حامله باشد، او را به تولدخانه برید، به دست کی میسپارید؟ زن نیست در تولدخانه و در خانه است. زن همین هنرش بس که در خانه نشست. خب شما اگر رشک داشته باشید، زنتان را به دکتر بردید، دکتر زنانه نیست، مرد است، کجا میبرید؟ زن در خانه نشست، معلم زن نیست دیگر. فنهایی که پسرها از دخترها جدا میخوانند، پس دختر شما در دست کدام معلم میخواند وقتی که زن معلمه نیست؟ عجب برخوردهای عجب است. مادر من معلمه بود، ما هر سه دخترش معلمه بودیم، کسب مادر را ادامه دادیم، فرزندان من هم کسب ما را ادامه میدهند. چه بدی دارد اینجا؟ خب بله، شما را گوش میکنم. من به شما دلیل آوردم که دانشکده اولین را در دنیا در شهر فیس مراکش زن فاطمه فخری تشکیل کرد و دوام عمرش را از جوانی کاملا به همون دانشکده بخشید. خب با شما حرف میزنم برادر، دادر، یا شما دادر هستید البته که. من حیرانم، من همین خدر برادر تو بزنی خگم نزنی، مادری من است. ای مادری تاز حیفی تو نادیوز، حیفی تو دیوز که مادر رو تو چیز داد نزنی برای حیفی تو دیوز، ناموسی مردک، مادر شای، خواهر شای، اپا شای، حیوان افلاس، حیوان افلاس. تو آدم میشدی با این برنامه نمیبروندی، رفته تیک تاک بگم میزدی حیوان. این خوینای ملت تاجیک، خوینای ملت تاجیک من معافیشون همین است که کودکای خود را به برکه میبرند. ای افلاس، تو خودت حیوان هستی افلاس. خود را به کوچه میبرند. وای بر حال شما خوینان نهضتی. افلاس، تو خودت هم ملا میگیری افلاس. اپیس یک پاسوای دنیا پیشگیری میکنی، شر نمیداری خودت هم مسلمان میگیری افلاس. قرآن در گفته نشده است که مردها در بالای زنها راهبرند. خب گفته شده تو زن هستی که در بالای تو رحمان سربر است. تو با شما سخن کنید، ناموس مرد کی است؟ ناموس مرد زن، مادر. و تو مرد میشدی خیسته بر رحمان فگم میزدی، تو خیسته بر مادری ما گم نمیزدی افلاس. آخی مادر را به افیر نبراره، به افیر نبرار، به من علاقه نبرار. برا تو هنه افیر برو، یک افیر کشا من برونده تو قطی تو گفت زنم تو افلاسی حیوان. چون به رحمان برونده گم نمیزنی؟ مهاجر آرام باشید، ما خودم مادر. خب گوش کنید دادر مسلمان، گوش کنید. یعنی شما گفتید خائنان ملت هستید، ملتی که امروز آزادانه بر سرش یک رویمالک ملی کرده نمیتواند، ملتی که مردانش از روی سنت اسلام باید ریش داشته باشند، برای ریش داشتنشان چندین نفر را قتل هم کردند، در محبس هم نشاندند. مسلمان نبودید مگر که رفته سنت اسلام را رعایت کنی گویید؟ نبوده؟ من در مکتب با رویمالی که عادی درس گذاشتن نمیتوانستم، در رادیویی که نشان نمیدهد با رویمال برآمد میکردم مینویسند از بالایم، در مجلس های حکومت برای اشتراک حق نداشتم چون که رویمال دارم. همین نیم متر متا را تروریسم و اکستریمیسم میدانستند. شما میگویید خائنان ملت، چرا بالای سرور ملت عرض نمیکنید که رسالت پیامبر رعایت نشده ایستاده است؟ شما سطر بانوان ما را بدر کرده ایستاده اید، ریش مردان ما را در ملیسه خانه سرتراشخانه تراشیده ایستاده اید، حقوق های آنها را دینیشان را دفاع کردن نمیگذارید، مدرسه ها را بستید. چرا اینقدر دیندار هستید، اینقدر از ناموس زن حرف میزنید، بر راهبر کشور نمیگویید، عرض نمیکنید؟
و امروز برای برآمده حرف زدن یک مادر کلانسال صاحب نبیره گفتنی هستید که در خانه نشین و فرزند کلان کن. خب زنان را همین بحث بود. یک هنر گفته کی گفت؟ پیامبر گفته. مگر فردوسی را پیامبر میدانید؟ یعنی گفته فردوسی را از قرآن و سنت بالا گذاشتید؟ خب مرحمت، نوبت را بر نفر دیگر. نیزا موضوع برنامه را دگرگون کرد. تاجیکستان بپیش. مرحمت. تاجیکستانی ما باشد بهتر. دادر شما را گوش میکنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. آفرین. شما اپاجان همونجا در یک برادر قطعی بحث کردن که مهاجران میرون فقط سترویکا و چی، بعد گفتن که کدامش که زبان نمیدونه. ای بی کیای؟ خب همیده من میخواستم که همین سوال جواب بگم. بفرمایید. اگر اجازت باشه. البته که. ای بی پدر و مادر. اگر پدر و مادر روسیشون ندانن چی؟ نفهمیدم. روسی را خود پدر و مادر ندانن چی؟ در دهات دوردست زندگی میکنن، معلم نمیرسد. نگاه که ما او روز بحث داشتیم، ما اسفندیارم او روز بحث داشتیم برای ریش هازی گپ بدستین دلیر امام علی ریش قطعی او را هیچ کس گپ نمیزنه. درست؟ ما روز بحث داشتیم با فکرم دیدین در ویدیو. بله دیدم. انا که هازی برای بسوادی گپ میزنیم، بسوادی عیبی کی میشوه؟ همینجا در میخواستم از شما بفهمم. عیبی دولت، عیبی پدر مادر، که گناهگار؟ سیستم معارف شما کی را میبینید گناهگار در همین حالت؟ دهه‌های دوردست بسوادی مردم ده. وقتی که روسی را معلمان تاجیک زبان درس میگویند، معلم تاجیک در زبان روسی البته که اکسنت دارد و طالب علم هم همین گونه با اکسنت میآموزد. معلم نمیرسد. اگر ما معلمی کنیم با معاش معلمی، وقتی خورانده نمیشود فرزند خانواده را. انا همین سبب‌های بسیاری هست اینجا سبب بسیار است. البته که خیلی از معلمان از پوشش یک سنتیشان از کار رانده شدند. خیلی از معلمان از سبب نارسایی همان کمبودی معاش در وقتش نگرفتن بیرون می‌رفتند. داشتن ممکنه گپ البته نه ایجاد معارف همو گناهکار نیست. نمیرسد کادر نمیرسد، متخصص نمیرسد. اگه ما بگم ممکنه شما وقتی که حکومت گناهگار میکنیم، برای چی اول پدر مادر گناهگار نمیکنیم که فرزند چه تربیت درست کرده نمیتونه؟ برای چی پدر مادر فرزند چه نگاه نمیکنه؟ برای چی پدر مادر برای فرزند چه درس خوندنش یک هفته یک بار اقلا به مکتب نمیروه؟ وقتی که فرزند یک سخت گپ زدی پدر مادر وقت میوه برای ملیسه رفتن چخیل نمیرسم. شما کدام شما ایس طرفشنین یا ایس فره که حوز ما زنگ زنم متخصص قطعی در اسفره ششتگی کار کرده استن هم صحبت شم. من خیلی تلفونی با زنگ زده متخصص در تمام جا هست. پروست ایبی ما کلانترها که نسل نمو که اوجه کلانترهای ما را همین قطع تربیه کردن، برای ما را به اهمیتی کردن، ما همین قطع سواد یافتیم. ما نسل ما باید تربیه درست بتیم که نسل ما سوادی درست بیاوه و آینده جامعه را نقص تربیه کرد پیش برند. در این جنت دولت گناهکار است. در این جاده دولت گناهکار نیست. انا گفتم من جانبدار شما هستم. خب برای کودکان را تربیت درست دادن و زبان آموزاندن باید پدر مادر رعایت کنند. پدر اگر ریسک خاندان را گرفته بیاید، برای سوادناک کلان شدن فرزند مادری سوادناک لازم است. همین طور
پس زن باید خانه بله زن صاحب سواد باشد، بله در خانه نشسته نباشد، از جامعه. رحمت به پدرت. خب آفرینتان. رحمت به پدرت. شما نگاه کنین که نگاه کنین خواهر عزیز، اپای خواهر نگاه که همین دولت حوزی برای که زن یا که فرزند شما یا که دختر شما مکتب نمیروه، برای چی ملیسه میو پدر و مادر جریمه میکنه که برای چی کودک درس نرفته است؟ آخه اینجا در کی گناه گوره؟ پدر با گناه گوره، مادر گناه گوره که زن نمیمونه برای بخونه. اکثر پدران در مهاجرت، مادر کار خانه، روزگار، نارسایی در زندگی، کم بودی، پر بیچاره فرصتشون هم نمیرسد. اما من 100% خیلی برای چی فرزند از همه زن دخترشون نمیمونن برون درس بخونن؟ برای چی؟ خب اگر این خیلی بگیریم شما هم در تاجیکستان خوندین کلان شدین یا که در اروپا خونده کلان شدین؟ من در تاجیکستان. فرزندانم هم شید نگاه که همین نگاه که شید خوب اپا جان، همین معارفه که حاجی شما خوندین همین معارف شما را تربیه کرده یا که شما در اروپا خونده بود کردین؟ معارف تاجیکستان در خوندین. برای چی شما سواد گرفتین؟ دیگران نتونستن همین سوادی که شما دارین بگیرن. در زمان ما کادر همین معارف بود. نگاه که همین معارف بود. بله درست همین معارف بود. معارف دیگه نجده همون چیز بود، همون درسی همون طرزی تربیه کردن بود، درس دادن بود. نه که برای چی شما سواد یافتین همسایش میگن که دوگانه شما سواد نیافت. با کدام خاطر؟ دولت گناه برو بردیو که پدر مادر. خب ما اینجا دولت شخص خواهی اوزی همه نگاه کنه اوزی گب مدنی سری چی میروه؟ نگاه که گب سری همه میروه که شما دولت گناهگار کرده استین که مردم به سواد شد، مردم مهاجر شد. خواهی شما در مهاجرت رفتین کرتا پشیدگی در بالای استال چشتگی نزدی دوربین در گب زده استین. خب برای چی؟ هستن شخصا که دیپلمی سرخ دارن رفتن در سترویکاش پکلوفکا کرده استن. برای چی؟ او عقلی که شما دارین این عقل با خچونچینه کردن یک کاری که خیلی قلمی میشید او کار نکردن رفتن چی کرده استن؟ سترویکا داشت پکلوفکا کرده استن. ایش عیبی کیه؟ مگر پدر و مادر گناهکار کند؟ خود شما چی گفتنی هستید؟ فکری خود را ابراز کنید. فکری ما همه که در زندگی تا کلان شدن کودک پدر مادر گناهگارای. برای که ای میدکی پدر مادر باید درست تربیه کردن فرزند با آموزه خودش، بعد فرزند تربیه کنه. وقتی که ما خودمون سواد نداشته باشیم فرزندمون تربیه ما فرزند تربیه کردن هم میتونیم. گپ ما در روزیو که نه. خب در وقتی که ما خودمون گرفتیم در مکتب معلمان سرسپرده بودند. یک ساعتی دیگر معلم دیگر آمده رخنه نمیکرد. امروز معلم در روسیه کوچه میرود، امروز معلم در روسیه آینه میشوید، خانه مردم تازه میکند معلم. یا کمان این چنین معلم ها هستند. در همان پولچینکای ماشین معلم هم در قطار ما خیلی بسیار بودند. خیلی نگاه که آخه اپا جون باید نگاه که اپا جون وقت خود در همین تاجیکستان مکتب در کار کردگی البته نگاه که برای مکتب در کار کردن زندگیت میرسوند یا که نه؟ نه نمیگذشت. تا نیمی معاش نمیرفت، تا نیمی ماه نمیرفت معاش گرفتم. نگاه که چانسم خیلی ما برای قطع خودت بحث کردن اونجا چی نیسته برای 25 نه، برای که شما اون نقطه نظرتون باید سیاه کردن داغدار کردن دولت. وقتی که ما در دولت کار میکنم نمی دولت که اوج خودت تنقیدش کرده است، ما خیلی با سری بلند گفتم بتونم که همین دولت ما در ماش در 8000 سومون اویلگ میته. باور میکنین یا که نه؟ من معلمم، من مربیم.
مرا دولت 8000 سومون اویلیک میده. وقتی که شما میبرین میگن که نه دروغه، ما چیزی ما میبینم، ما چخیل شما را باور کنم که شما میگین همین گپ دروغه. او سنای میسته. در مکتب باریش کار کردن نمیتوانید. این دروغ است. من در مکتب کار کردم. با رومال هم ممکن نیست. در مکتب روسی ما کار میکردیم. کدام مکتب شما کار کردین؟ در یگان مکتب جمهوری نمیگذارند با رومال باریش. اگر مردم همون با اوروناموسی مؤسسه زوری کرده با رومال ندوند، من از یگان معلم یگان جا نشنیدم که در مسجد با 2 کبد رومال هم درس میدهند، چون که آنها خون گرم دارند نمیگذارند مردانشان. اما دیگر کسی در مکتب با رومال شرکت کرده نمیتواند. برای چی؟ نه من نریش مرا دیدسته. مکتب کار میکنید. 8000 معاش برای آموزگار ناممکن است. نیست این خیلی معاش. اگه بیایم سر همین مسئله ما همه کسا میشنیم، شما همتون مخالف یک برنامه تشکیل کنید. من خودم توقع ما جواب سوال قطعی با کاغذ قطعی دکزد میکنیم که همه چیز حقیقت داره. خب اگر از صبح تا شام درس دهید هم 8000 نمیگیرید. تخصصی عالی کسبی داشته باشید هم 8000 نمیگیرید. نه ما تخصصی ما دیم درجه نگاه کنید، ما دیم درجه چیم؟ دقیقا کدام فن؟ نه فن. اختصاصتون؟ ما تربیه جسمانی داریم. تربیه جسمانی. اختصاصتون؟ دقیق نیست. ما سوهای سپورت داریم. ما سپورت ما ترین داریم. سپورت داریم نگاه کنید. الگبرا گیومتری نمیگیرد همینقدر. اگر اختصاصش عالی باشد هم تخصصی کسبیش عالی باشد. ما سوهای سپورت داریم. ما مربی مؤسسه MD فهمیدین؟ مؤسسه دولتی مکتب ورزشی. ما مکتب ورزشی در مربی شده کار میکنیم. مکتب تحصیلات میانه عمومی نیست. مکتب تحصیلات میانه عمومی در ما راست دیگه کار کردن نمیتونم. 2000 هم نمیگیرند. نه نمیتونم، نه نمیخواهم. برای چی بگو؟ به سوالتون. خب با او خاطره که پدر و مادری که حاضر نسل تربیه کرده استند، مثال کودک یک خطاگی میکنه، جنگ میکنه، چی میکنه، او کودک از جایی که با بیا و جنگش کنه میگه فرزندی مرا کور نگی، فرزندی ما چی میشوه نمیشوه مانوش بشوه. های چیز هروی چیه؟ شما انقدر از موضوع بیرون رفتید که نه تربیه جسمانی شد، نه اینجا موضوع بساهب مهاجر یک فلسفه شده رفت. شما در مکتب ما نمیتوانیم در این بابت صحبت کرده. دولت را سیاه نکردم. من معارف را سیاه نکردم هرگز. کادر نمیرسد چیکار کند مدیر معارف، چیکار کند رهبر مکتب؟ کادر متخصص نمیرسد، معلمان را فرا گرفته نمیتواند، دلگرم کند هم، آنها را ذوقمند کند هم نمیشود. بیاید فرصت برنامه را خیلی فرا گرفتیم با موضوع دیگر. مرحمت از روی نوبت قبول میکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. اپای سویم شما نغز کاراتون نغز. بسیار تشکر. میندارد سلامت باشید. هر نفری که ما را تماشا میکنند ایسوری سلام و درود از وطن، از تاجیکستان، از خاک این دیار به هر یک شما میرسونم. و پیش از آن که صحبت آغاز کنم، همین یک برادری که برآمد یک نفر دیگر را با هم دیگر یک تیزدون شدید یک دشنام ها دادن، بعضی سخنهای قبیح گفتن. دوستان عزیز، اینجا مقصد به هم دیگر دشمن تراشیدن نیست. اینجا مقصد اگر مقصدهای ما مقصدهای در حقیقت هم یک مقصدهای باشد که برای بعضی از کمبودی های جامعه را برطرف کردن و برای پیشرفت تاجیکستان باشد، ما نباید از همدیگر دشمن تراشیم. ببخشید ما در کدام موقع سیاسی نباشیم، هممون تاجیک هستیم. روز میشد ما همه یک جا سرجم میشیم، روز میشد که باز به چشم همدیگر نگاه میکنیم. همین رو اندیشه کنید که تاجیکی خودش رو با کدام چشم نگاه میکند. از یاد نبرید ملت های هستند که در شمار از تاجیک‌ها چقدر زیاد هستند. امروز برای صاحب دولت شدن خونی چندین نفرشان هر روزها شهید میشود، صاحب یک پارچه زمین نمیشوند که صاحب دولت باشند. و از هر یک شما پای سایمه و چندین نفر
که امروز برنامه میکنند. من خواهش میکنم در اساسی که شما از علم اینجا سخن میگید، بسیاری ها رو به بدانشی متهم میکنید و باید بدانید که مخالف همان گروهی هست که در این و یا آن کمبودی جامعه را وقتی که معین میکند باید در برابر این یک برنامه مفصلی خودش را داشته باشد که برای حل این و یا آن مسئله جامعه و یا که حکومت را تنقید بکند باید پیشنهاد کند که این راهی درست است. لیکن شما باید خوب درک کنید و هر یک نفری که ما را تماشا میکند باید بداند که یگان حکومت ابرقدرت امروز به مخالفین نیست. ما اگر امریکا را از ترقی کرده ترین دولت دنیا بدانیم، ما از خاطر نبراریم که در انتخاباتی که جو بایدن مقابل ترامپ پیروز شد، کاخ سفید که از بهترین یعنی قصرهای پرزیدنت های بود که از جهت محافظت شاید در جای اول می ایستاد. ببینید که حالتش چگونه شد. این از مخالفین آنها درک میداد، این از ضدیت بود، این از یعنی گویم نابرابری و یک از قبول نکردن یک پرزیدنت دیگر بود. چرا امروز یک نفری که میبراید از عادی ترین کمبودی حکومت میگوید، از اونجا یک نفر با اسم من نمیدونم برنامه اصلاح، یک نفر دیگر یک برنامه دیگر، یک هنگامه گویا میبافند که گویا که در تاجیکستان یک قیامت شد، یک طرفی زمین آمد و خاک تاجیکستان رو به خاک سیاه یکسان کرد. ببینید من خواهش میکنم هر روز از این برنامه، چند سال است که چون این برنامه ها رو با طرز و اصول های گوناگون، با برنامه هایی که مؤثره که در شبکه اجتماعی وارد میشد استفاده میکنید، لیکن نتیجه چی شد؟ شما اگر از کمبودی معارف اینجا سخن میکنید، معلم عزیز وقتی که شما در تاجیکستان بودید، معلمه بودید، کار میکردید و حزب مخالف چون نهضت اسلام در پارلمان کرسی انتخاباتی داشت، وقتی که از کبیری که سوءقصد کردند و اینجا گفتید صدایش رو میمونید، شما برآمد کبیری رو در پارلمان ببینید. وقتی که میبرید میگه وقتی که من از کلاب میآیم مرا 2 بار کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی من میکند. ای مادری عزیز میبخشید، در پارلمان همگی چند دقیقه میدهند که شما فکرتون را بیان کنید. از آنه که وکیل پارلمان میبراید، از آنه که شما او را آواز داده بودید برای مثال که در پارلمان حق شما را طلب کند، در پارلمان برای بهبودی سطح و صفت زندگی شما سخن بگوید، از آنه که کارمند گئی او را من میکند، از آنه که او را در فلان پرسشگاه دعوت کردن از او سخن میکند. اگر چنین فعالیت ها را مثال گیم غرضناک نمی بود، اگر در حقیقت از مدرسه ها گفتید مادر عزیز، اگر از رویمال میگید اگر اساس و دلیل بخواهیم و مقصد ما در حقیقت هم مقصدهای یعنی گویم نیک باشد، من پگاه با شما بگذار یک صحبت میکنیم در هم عامه ما را گویا تماشا کنند، من به شما دستور عمل لباس های توصیوی برای خوانندگان، دانشجویان و تمام عموما کارمندان کسب و کار گوناگونی که در جمهوری تاجیکستان قبول شده است نشان میدهم و در همین جا میگذاریم که در همان جا که طبق قانون آشنا هستم دیدم. بله شما اگر دیده باشید آنجا با روی مالی که شما میگویید، مگر اگر سطر نه روی مال تاجیکانه که مقصدی سطر من فکر میکنم زن زیبایی خودش به مردی بیگانه، یک مردی که به او محرم نیست نباید که نشان بدهد. سطر شاید همین مضمون داشته باشد. بله انا مادری ما آیا در گذشته ببینید فرنجی میگرفتن، مادری ما خیلی که شما همینجا درست بستید روی مال میبستند، یکی ما پیشانی بند میگفتیم مادرامون میدیدیم یک فخر میکردیم اون پاک دامنی مادری تاجیک. ببخشید امروز من باور کنید ضدی از آنه که لباس اسلامی است نیستم. شما حکومت درست درک کنید که چرا از سطرهایی که در بازارها چندین دلارها $100 و $200 میایستند میبندند، لیکن در همین رویشان همین شپکلافی شکیدگی هستند که از آنه که سری به روی مال گشته باشد نظری عامه را به خودش جلب میکند. آیا این برای پس زدن نام مبارک اسلام و نام این سطر و لباسهای اسلامی نشد؟ آیا چنین ها نبودند که بسیار به کردارهای چرا در دولت‌های همون اروپایی که امروز شما هستید و دیگر دولت‌ها لباسی سیاه که مثال مادرای مسلمان ما میپوشند به خاطر 2 تروریستی که استفاده کرد، تروریست گفته از پیش مادر اسلامی ما میگریزند، او را میزنند. آیا همین اگر همین گونه از نام اسلام استفاده نمیکردند؟ و من ببینید مثال را میبیارم که یک امام خطیب کانی بادام برای در سوریه عراق سفربر کردن $400,000 از سوریه به صورت حسابش پول وارد شد. آنه که در امام خطیب مسجد بود. آیا ما شیخ تیمور رو فراموش کردیم که آب طهارتش رو ببخشید من معذرت میخوام از بیننده ها هم سخن میگم چی کارها کردن، شاگردش میدرد گوسفند آوردی، اینش گاو آوردی، همین نام مبارک اسلام اگر بد نمیکرد چرا حکومت پیش اجازه داد؟ در مدرسه که شما من بسیار فکت و دلیل که اگر گویم وقتی خیلی زیاد رو میگیرم، لیکن ما باید درست درک کنیم که
این حکومت به خاطر تامین امنیت شما، به خاطر تامین امنیت فرزند شما، من و فرزندی من و پدر و مادری من مجبور شد که به بعضی از قانونهایی که مجبور شد که در حاضر ببینید، در باور کنید، من اپای سویما بگذار که من در کوچه ها برایم به شما نشان دهم که وای لحظه بود که بسیار خیانت ها زیاد شدن، مقصد از ریش استفاده کردند و دیگر. امروز میبینیم بارش ها برادران ما گشتند. ببینید با بلاگری که امروز تمام تاجیکستان میشناسد، ببینید از دلاور سفر یک برادر رو در شبکه اجتماعی کی مرا امروز حاضر در کامنت ها اگر تحقیر کرده ایستاده باشد در آید و در شبکه اجتماعی دلاور سفر رو ببیند، خطا نکنم دیجی فیلم همین خیل بود، چگونه با یک ریش زیبا امروز بله ببینید چرا کسی هیچ چیز نمیگه؟ با دلیل اماملی که میره در حکومت ناحیه استعفا میگه، شما میگید آزادی بیان است، کسی چیزیش نگفتیان. ببینید اگر ما بدخواهی نکنیم، اگر ما بدگویی نکنیم، اگر ما مقصد و هدفمون سازنده باشد، چنین کمبودی ها در ما نیستن. متاسفانه نفران پیدا شدند که در جمعیت ما همین گونه تفریقه، همین گونه بدگویی ها را ساختند و حکومت را با بعضی از اشخاص پیش بعضی از اشخاص یک دشمن تراشیدند و آنها امروز دارند متاسفانه یک برنامه از پرنده مهاجر، منبر مهاجر دیگر و دیگر. من در مهاجرت بودم، من درد مهاجرت را میدانم، امروز هم میروم میبیایم در برابر کارم در وقت استراحتم. برادران ما در مهاجرت هستند، ما خیلی میدونیم. کسی میگوید که در تاجیکستان مهاجرت نیست، خطا میکند. ما نو به پا راست شدیم، قریب که در هر یک عائله، اگر در یک عائله نباشد در یک اولاد چند نفری هستند که امروز در مهاجرت مهنتی هستند و هر کس از روی توان و کسب و کار خودش امروز میرود آنجا کار میکند. لیکن ما نباید امروز دل آنها که کمش اکثرشان اگر شکسته باشد، ما برای که بر روحیه آنها تأثیر مثبت رسانیم که دوستی عزیز، برادری عزیز، تو در خوردی از وقتی که رفتی و مهاجر شدی، ببین فرزندی تو دانشجوی مؤسسه تحصیلات عالی است، پدری تو در پدول اگر رفت و خانه کرد و نشست، تو امروز یک کتیج ساختی که دو اتاج است، تو رفته در خانه نشستی. این ثمره استقلال است، این پیشروی است. فرزندی تو امروز در فلان نهاد دولتی کار میکند، ببین که آینده خیلی خوب است. باید ما نظری نیک داشته باشیم. دانید که چقدر ما بد خواهیم بد میشود. ما اگر نیکی بخواهیم، من نمیگم که ما حکومت ما بپرگی گویم سفید است، نه، در هر یک حکومت کمبودی هست، لیکن این حکومت تا درجه کمبودی نیست که ما از رئیس جمهور استعفا طلب کنیم. من میگم که در چنین زمان حساس جهان معاصر راهبر ما لازم است که این تامین امنیت و به این دولت ضرور است. ما دیده ایستادیم که اکثر راهبرها به دولت و به ملت خود چگونه خیانت ها کردیستند. ما در چنین لحظه ها تنها باید تکیه به چنین راهبر کنیم. بعضی از کمبودی‌هایی که در حکومت دیدید بگذار که رسمی مراجعت کنید، لیکن من فکر میکنم از چنین یک کمبودی‌هایی که گویا هیچ چیز نیستن، از پشه برای از روی مقاله توجیکی فیل ساختن، من فکر میکنم کاری خوب نیست. من از اونی که وقتتون زیاد گرفتم معذرت میخوام. نه، از آن که نقطه نظری خود را کاملا بیان کرده توانستید. بسیار خوشنود هستم که از منبر ما استفاده بردند و نقطه نظری خود را گفتند در به حد خود، در از روی درک و فهمش خود البته که حق هستند، از روی فهمش خود البته که حق هستند. و اگر نفری باشد که بر جملات این کس، بر گفته های این کس یگان علاوه کردنی است یا مخالف آن، یک نکته گفتارشان خیلی معقول بود. از این دادر گفتند که کشوری نیست که مخالف نداشته باشد، به مخالفین یگان کشور پیش نمی رود و تنقید است که کشور را پیش می برد، تنقید است که پیش می برد. فقط بالای یک جمله اندیشمند هستم. گفتند که خیلی از رئیس جمهوران هستند که خیانت ها کردن بر کشور خود، ما باید از اجرگزار باشم از رئیس جمهور خود. به همین معنا من جمله را عیناً نگرفتم. خب فکر نفر دیگر را میشنویم. من باید به هر دو طرف نیترال نگاه کنم، برابری باشم در هر دو. مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. نظر نام دارد؟ خب ابراز نظر شما گوش میکنم. صدای ما هست؟ هست. خب این برادر خیلی جنایت ها را سبکک گرفت، کمترک گرفت. خب کلا این حکومت نه اینکه ما کم گناه شماریم، این حکومت کلا سیاه است.
در نظر ما کلا از همه ریشهش سر کنیم، از همه قانونهایش که در کشور کار میکنن با اون قانونها عمل میکنن، برای ملت مسلمان ارزش ندارن. اگر برای 10% بگذار 20% ارزشمند باشن، ارزش داشته باشن، شخصا من قبولش ندارم، کلا قبولش ندارم. و برای ما جو نیسته مگر در توجیستان. ما را باید که توجیستان خط زنن. من اون قانونه که زید دین من کلا مبارزه میبره، ولی میگه که شکنجه ندیدن مسلمان ها، شکنجه هایی که من آزاری که من دیدم روی دینم، تحقیر و تنقیط و چی بدبختی های ندیدم. فرزند ما تعلیم قرآن ما ایریش موندیم، از بعد خیلی دلت گرم میشه در یک حکومت روی خانی دیپلم گیری کار کنی، معاشش حرامه. او قانون های را که دفاع میکنی او قانون ها حرام هم، زید دین ما. پس ما چیکار کنیم؟ برای ما نبوده تاجیکستان. ما مجبوریم که کوشش کنیم، که برای خودمون نجات پیدا کنیم. شعبه ثبت اسناد حالتهای شهروندی می نویسند که با رویمال وارد شدن ممکن نیست. بله، این نقض حقوق است، نقض حقوق انسان است. می نویسند در درآمدگاه که با رویمال اینجا وارد شدن ممکن است. در کمیته محله خانه ها هم نوشتند، جماعت های دهات هم کمیته جماعتی دهات نوشتند که با رویمال وارد شدن ممکن نیست. خب اینجا کارگردان ما اشاره کرده ایستادند که فرصت برنامه خیلی تنگ آمده و زود به همگان فرصت داده باشیم، چون یک لیمیت معین دارد برنامه. نوبتی که بود، مرحمت با نوبت واتساپ. مرحمت. علیکم سلام، گوش میکنم شما را. از واتساپ خاموش کردن. الو. نه، مهاجر شما را گوش میکنیم. مرحمت مهاجر. السلام علیکم اپا جون. و علیکم السلام، بفرمایید هرچی میخواید. الله نگهدار تو باشه. همی دو کسی که روز گپ دیرتر در آمدیم، او یک کسی که او گو مقصد معلم و مربیم 8000 سومون اویلکم او روش سیاه میله یکمش که اگر 8000 سومون اویلکش باشه هیچ محل انا در تریزوش کلونکچ کدگی نیست. همون را پر سالی مو کودکش گوشت ندیدن در خونه شو. خیلی میتونه که انا اویلکش 8000 سومون باشه. یکمش نتونست که بگه که مقصد کدم در کدم صحه کار میکنه. میگه من مربیم، نمیدونم تربیه جسمانیم، هیچ انیق نگفت. برای کی نمیدونه. برای برادر که او برآمد، این در بین همون دو استول شتگی گپ زد که نه ایوس نه ایس، همین طرف تو داد. این تو آدم نمیشه اجماع. بعد آدم یک طرفه باشه، یا استول بشینی گپ زنی. مقصد من همین بود. در پناه الله باشه اپا جان، الله نگهدار باشه. برنامه‌ات دوام دادن گیر. اونایی که هر چی میگن یکمش که نه سواد کافی دارن، نه هیچ اویش که خیز گفت در قرآن، یکمش که همون را بشکو در پیشش قرآن خوندن نمیتونه واد. برای که یک کلمه گپ زنه. با همون خب بهترین خودشان بیرون شدن یا سبب تکنیکی بود؟ خب بهترین. تشکر برای ابراز نظرتان. درست گفتید. اون که در آخر با نزاع هم مبادل کردن صحبت را. این خرافات وقتی که زن را کاملا محدود میکنی حقوقش را و گرفته میپرتای از جامعه، زن که دیگر جامعه ندید، فقط در خانه کلان شد، گپی خانه به بازار درست نمی آید هست که مبادا در یگان لازم و مورد و یگان معرکه بیرون شد، حرفای میگوید که دیگر یک بمب بر این ترکنده. زنهایی که عموما کوچه ندیدند از گفتارشان نهایت خسته میشوید، چون که تماما به دیگر موضوع را آورده می افکنند. و خب بیایید به این موضوع قدر بسیار نرویم. نوبت دیگر نفر. مرحمت.
الو گوش میکنیم. 90 از کی بود؟ من از این دوره که نامشان را خوانده نتوانسته استادم. السلام علیکم. واتساپ مرحمت. باز خاموش شد. مرحمت. نفر دیگر از یوتیوب قبول میکنیم. السلام علیکم. رسول نام دارد. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. خب اول ما از خواهر خود تشکر میکنم که حداقل امو نزاکتی که در یک برنامه باید مراعات شود مراعات میکنه. از این ما تشکر میکنم از شما. اول خو ما ایره میخوایم بگوییم که من از برادرای تاجیکی خود ایره اول خواهش دارم که مسئله کلمه چاپلوس بسیاری وقتا به کار میبرن. خب ولی شاید خیلی هایشان معنای درستش هم نفهمن. چاپلوس کسی هست که یک شخص تعریف میکنه بدون جهت، یعنی صدق نمیکنه به اون شخص و در عین تعریف مفاد برای خودش میرسه. پس اگر کسی در خارج غدارترین دشمن حکومت هاست. غدارترین دشمن حکومت ها چاپلوس است که فقط چاپلوس هنر دارد که از یک خری کوچکی یک شیر نر بنیاد کند. چاپلوس است که دشمن همه حکومت هاست. چاپلوس است که راهبران را از خود میرواند و آنچنان بر آنها وانمود میکند که بهترین دنیا هستند. و شاید راهبر آدم نیک هم باشد، تنها با همین گفته های چاپلوس راهبر از راه بیرون می شود. دشمن غدار حکومت مخالفین نه، چاپلوس است و همین چاپلوس های اطراف راهبر هستند که روز می شمرند که راهبر نو می شود. همین که راهبر نو شد، اول همین چاپلوس او را تعریف می کند. اول چاپلوس جانبداری او می کند و اول چاپلوس است که راهبر پیشینه را بر راهبر نو بد نشان می دهد، عیب و ایبایش را می یابد. همین که حکومت دیگر شد، یکم اینترویو مصاحبه را چاپلوسان میدهند که ما را مجبور میکردند، ما این خیلی میگفتیم این خیلی میگفتیم. فروشنده عزیز اگر مرا اجازه بدین یک کم ادامه بدم ممکن روشن شد موضوع. بفرمایید. ما کمتر برای مختصرا کوتاه میگم. بفرمایید. چاپلوس در ضمن ازی که تعریف های بیجا میکنه مفادی داره، ولی یک شخصی که مثل ما از خارج صحبت میکنه ما هیچ مفادی ندارم، بلکه حتما یک چیز را دیدیم که حقیقت است، کسان دیگری درک نادرست کردن، میخوایم نظر خود کنیم. برادرای تاجیک ما که میان اینجا همه چیز را تشریح میکنن، یک بحث علمی نمیکنن. اونا فکر میکنن که اگر هر کسی مثل ما آله بیایم در تلویزیون شکایت بکنم، همین معیار است برای اینکه اون شخص خراب باشه. خدمت شما مثال عرض میکنم. یک شخص از تاجیکستان به شما زنگ میزنه، میگه ما فلان کس هستم، فلان کار شد. از نظر حقوقی این هیچ ارزشی نداره. چرا؟ این نه محکمه رفته نه طرف مقابل آمده تا که ثابت شود. پس اولین اشتباهی که برادرای تاجیک ما میکنه این هست که اینها فکر میکنن که اگر به تلویزیون ما زنگ زدیم، یک شکایتی کردیم، یک تهمتی کردیم، اون دلیل میشه که امی دولت خراب باشه. مسئله دوم، بیشتر خدمت شما عرض کردم، دیروز برادر ما از تانایف یک برنامه گرفت، گفت افغانستان برق داره، تاجیکستان نداره. از همه شما میشنم، اما شما نمیفهمید که افغانستان چقدر برق داره چقدر نداره. اولی که زمانی که یک برق یک کمپانی به کمپانی دیگه یا کشور به کشور دیگه میته، او یک قرارداد میشه. وقتی که شما در نصف قرارداد او را بخواین قطع کنین نمیتونین، اما زمانش معین است. اول ما شما ایران نمیفهمیم که آیا بته یا نته. دوم میگه برای طالبا برق میته، این برق میره به مردم افغانستان. باز میگه افغانستان برق داره، افغانستان برق نداره. من از افغانستان هستم، ولی چیز مهمی که خدمت شما عرض میکنیم این است که اگر ما برای شما بگوییم که تاجیکستان 12 برابر نیاز تاجیکستان برق تولید میکنه، همه شما با ما میخندید. ما شما مثال میتونم. شرکت برشنای افغانستان در گزارش می نویسه افغانستان نزدیک به 70% برق مورد نیازش را از کشورهای ایران، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان وارد میکند. نزدیک به 30% برق مورد نیاز این کشور از تولیدات داخلی تامین می شود. افغانستان با 2000 مگاوات برق ضرورت دارد. حالا اگر یک تحلیل علمی بکنید، اگر تاجیکستان 12 برابر نیاز خود بیشتر برق تولید کرد، چرا مردم ما 30 سال این جانب از با برق تامین نیستند؟ ما که در جوانی عین وقتی خواندنمان، رجوعمان، رشد کردنمان بود، ما همگی 15-20 دقیقه صبح و 15-20 دقیقه شام برق میدیدیم.
میدیدیم. ما دلیل جال بر شما میگم، به همین دلیل من میره خواندم بر شما فکت علمی براتون میگم. افغانستان شرکت برشنا میگه که افغانستان نیازش 2000 مگاوات است، فعلا داره 1000 مگاوات. اولی که در افغانستان 300 مگاوات برق تولید میشه، 700 مگاواتش از کشورهای خارجی میخره. اولی که افغانستان 2000 میلیارد دلار از طرف کشورهای خارجی کمک شد، ولی امروز 300 مگاوات برق داره. تاجیکستان 6000 مگاوات برق داره. وقتی که نیاز مردم افغانستان، اجازه بدین من میره تمام کنم، وقتی که نیاز مردم افغانستان 2000 مگاوات باشه، نفوسش از 36 میلیون، نفوس تاجیکستان است 9 میلیون، یعنی 1/4. اگر حالا نیاز 2000 مگاوات افغانستان 1/4 تقلیل بتیم میشه 500 مگاوات. تاجیکستان تولید میکنه 6000 مگاوات. اما حالا با سوال شما میشه 12 برابر. اما حالا با سوال شما که وقتی که برق میمانین، بلاک های ساختمان بلاک شما در تاجیکستان معمولا سمنت است. اگر نیم ساعت شما در گزارش ها هم که ببینین برق پس کنین، منظورم چیزای حرارتی هست، خانه ها سرد میشن. مصرف تاجیکستان خیلی بالاست. ما اینجا فیلمایی رو میبینیم که مردم برقا را دوزی هم میکنن، 24 ساعت برق میمونن. یعنی شما اگه 1 ساعت برق نمانین خانهتان سرد میشه. پس چاره دولت تاجیکستان چارهش این است که خانه ها را مثل آلمان عایق سازی بکنن. اگر 24 ساعت ما 2 کیلووات چالان کنیم میشه 48 کیلووات یک خانواده مصرف داره. اگر شما این 48 کیلووات را آلمان کجا؟ بله ما از موضوع برنامه به اونقدر دور رفتیم که یک چی شد مبدل به یک درس. میایم به موضوع دیگه اینو کنار میگذاریم. شما همین مخالفینی که در خارج هستن، درست؟ خب شما 1.5 میلیون مهاجر میگین روسیه دارن، از موضوع بیرون نمیریم، درست؟ خب 2 میلیون مهاجر داریم. 3 میلیون. شما 2 میلیون یا 3 میلیون برد نظر شما 3 میلیون، ولی آمار رسمی 2 میلیون است. آمار رسمی از گفتار وزیر کارهای خارجه روسیه، وزیر امور بیرونه 3 میلیون گفت. خیلی خوب، همین حرف شما را قبول میکنم، 3 میلیون. خب حالا 1.5 میلیون نفوس ترکیه در آلمان است. خب رجب اردوان مسلمان است. من زیادتر از اینکه شما یا خانم هستین زیادتر تشریح نمیدونم، اما یک چیز بلی دانس است. در تلویزیونش امروز بلی دانس است. اما هیچ مخالف اردوان نمیاد اینجا برنامه بسازه. گو مردم، کشور ترکیه خو اسلامی است. 1.5 میلیون مهاجر چرا بلی دانس در تلویزیون؟ چرا این خانمای بی سر و پا؟ هیچ کی نمیاد. امروز میریم در یک مسئله دیگه. آقای سلمان هر روز برنامه میگیره. چه قسم برنامه میگیره که اینو ببینید یک خانم تاجیکه با یک کراچی در شهر دوشنبه. آیا شما میدونید که فیلم هایی در اینترنت هست که یک زن حامله در امریکا حامله است، $1 مردم برش خیرات میده، 2000 میلیارد دلار افغانستان حکومت میکنه. آیا کدام امریکایی اینجا آمده برنامه بسازه بگه او مردم این رئیس جمهور خود لعنتی است، چرا 2000 میلیارد دلار افغانستان میده، خانم حامله گدایی داره؟ شما مثال های میتین که در جنبه عملی هیچ امکان نداره. شما باید چیزی را ببینید که در عمل امکان داشته باشه. اگر ما حال حلوا 3 بار بگویم، نه دهن شما شیرین میشه نه دهن بیننده هایتان. پس شما کاری بکنید که عملی باشه. این برنامه هایی که در خارج میگیره مردم ببینید، افغانستان خیلی رهبرای دانشمند داشتن. امروز این پسرایی که میبرن در تلویزیون اینجا به حیث مخالفین سیاسی، اینها یک صدمه علم استاد سیاف ندارن. استاد سیاف شیخ الحدیث است، ولی چی شد؟ 40 سال بعد فرار کرد آمد ترکیه. رهبر او را میگن که شما را 40 سال بعدتان بسنجن، مثل امی رهبر فعلی. اگر ما و شما ببینید، من در پاکستان بودم، یک برادر میگفت من در پاکستان بودم، یک درس تاریخ شد، اون طرف فیزیکا رفتیم، درس طبیعت شناسی، فرصت نهایت کم داریم. ما از موضوع ما این بساهبی. خب بگوید در کدام موضوع ما بحث کنم برای شما؟ بگوید کدام موضوعتان است؟ آخر ما اینقدر فرصت بیهوده صرف کردیم. موضوع ما این بود که در بابت بساهبی این ملت شریف در مهاجرت اینقدر اذیت میکشند، همه صاحب اونجا پیدا نکردن. و مرحبا نفر رو قبول میکنیم، ما مجبور هستیم دقت کنیم صحبت بله. من از تاجیکستان
مگابایتم کم موندگی. مرحمت. خواهش میکنم. خب همون برادر افغانی همینجا هستن؟ بله گوش کرده ایستادند. اگر برادر افغانی من میشنویم، ما هیچ همین امروزه حکومتی که ما داریم از طالبان هیچ کمی ندارد. شما در اینجا از افغانستان میدروین درباره دولت ما صحبت میکنین، مخالفان ما صحبت میکنین. شما دیگر کار ندارین، برای کار خودتان بکنین. ما مردم مظلوم تاجیکستان امروز اسیر افتاده هستیم در داخل کشور. شما اینجا میدروین ما را از افسانه دیو و نمیدانم غول حرف میزنین. لازم نیست اینجا کوش نکنین، خودتان در اینجا مداخله نکنید در سیاست تاجیکستان. ما بیزار هستیم از رحمانوف و از اولاد گرسنه چشم رحمانوف بیزار هستیم. تو من میفهمی؟ از طالبان هیچ کمی ندارد. تمام روشنفکرها و تمام کسانی که در تاجیکستان عالم بودند، دانشمند بودند، همه را بیگناه زندانی کرد. شما میدونید از افغانستان برای ما چی لازم است؟ افغانستان یک افغانستان جنگ زده. چرا یک بار نمیگن که قرقیزستان؟ چرا در قرقیزستان عوض میشود رئیس جمهور؟ هیچ گپ نیست، یگان گپ خبر نیست. پس فهمیده میشود که رئیس جمهور ما یک قاتل است. اگر در تاجیکستان اعتراض کند مردم، این قاتل همه مردم میتواند که به قتل برساند. برای چی عوض نمیشود؟ 30 سال است یک خائن، یک قاتل، یک وطن فروش که نصف زمین ما را به چین فروخت، به دولت چین فروخت، باید او 30 سال رئیس جمهور باشد. برای چی؟ ما میخواهیم که عوض شود رئیس جمهوری ما. بس است. این رئیس جمهوری که ما داریم غیر قانونی است، غیر قانونی. او در دولت دموکراتی حق نداشت که از 2 بار زیاد رئیس جمهور باشد. این شما میدونید از افغانستان، نمیدونم از افغانستان هستین نیستین. من فکر میکنم که شما اصلا تاجیک هستین. اگر افغان هم باشه در تاجیکستان هستین، شما در اروپا نیستین. میدونید دخالت نکنین در سیاست ما. مردم افغانستان ما شما را دوست نداریم، شما برای ما برادر هستین، اما دخالت نکنین. این تقدیر ما هست، تقدیر دولت ما هست، تقدیر ملت تاجیک هست، مردم تاجیکستان. دخالت نکنین. برای گمشه همه وطنی خود افغانستان میره، پنشیر میره، لازم نیست. برای همه دخالت کن در همه سیاست اختام. تشکر زیاد. اگر سخت گفته باشم عذر میخوام. بیزار کردی در همه جا میدره همه برادر افغانی، در گروه 24 هم، در اینجا هم، در همه جا. برای گمشه همه افغانستان رو داخل گرم کردی هم. خب قربان فقط آتشین نباشد. سخت در حیرتم که 12 مراتبه بیشتر از نیاز خود اگر برق تولید میکند کجا میرود؟ واقعا این یک کلید میخواهد این موضوع. دیگر نفر را قبول میکنیم در ابراز اندیشه. افغان ها نسبت به تاجیکان در وطن خود خیلی آزاد هستند. از اینجاست که اینقدر سبک برای گفتار دارند. مرحمت. موضوع چیه گفته برآمدن؟ سلام علیکم. و علیکم سلام. سوزی آپاتین سلامتی خوبه. موضوع این بساحب مهاجر در روسیه است. باید راه اندیشیده شود که دیگر بساحب خود را درک نکند مهاجر. ما این را باید اندیشه کنیم. فقط دامن موضوع آنقدر فراخ و طرف منطق هم رفت، علم فلسفه هم رفت، فیزیک هم رفت، دیوارهای بتونی تاجیکی هم رفت. دیوار بتونی تاجیکستان ندارد. خیلی ها در پاکستان دیوار بابای زندگی میکنند. خب مرحمت. بسیار گفتنی دارم خاله جان. امی گفتی گپو هم در تاجیکستان برق نیست، تماما برق سسته. در خانه ما، در قشلاق ما، خانه ما در تاجیکستان، اون قشلاق ما 4 ساعت 3 ساعت برق است. تماما دیگر خانه زنگ میزنم دیگر ضرورت نیست. سی گپ بسیار شیسته. بله میدونم. من زندگی کرده آمدم در تاجیکستان، خوب میدونم. من نمی تماما برق مرا سستیده. هم ضرورت پریاد من خانه قطعی گذارم نمیتونم. یه روزا میشوه آفشه سستی بدای برق نیست میره آفشه. خب همین که برق قطع شد صورت اینترنت باز هم ضعیفتر میشود. خودش که ضعیف است اما باز خودش ضعیف است. تماما برق نیست. ما تماما راههای ما میشود. راههای ما وافشه نمی یا خروچه یا که در زندگی میکنم ده. تماما هم سویت نیست. سویت وافشه نیست. من هم 23 ساله 24 ساله شدم. حالی همین قشلاقی ما آباد نیستن. خب بله من از اینجاست که در مهاجرت هستید؟ بله برای تامین ریسک خانواده را چیدن رفتید؟ دیگه
که تاجیکان بسیار هستند. مبادا یگان حادثه رخ دهد از جانب سفارت تاجیکستان یا از جانب یگان مرکزهای حفظ حقوق کمک ببینید. ای کجا یک پاموش میبرم پاموش میگه رایون میبره ای رایون دیگه او نمیبره دیگه بیرون نمیبره. یعنی دسترس بر شما نمیشود. باشه خیلی گپ نیست. خدا نکند که فلاکت رخ ندهد بر سر کسی. خب انا این موضوع هستیم. 2016 خدمت رفته بودم در هم ولایت سوت. 2018 خدمت آمدم. ای 2018 تا 2022 است در بسکا قرار دادم. خدمت وطن هم بجا آوردید. خب تشکر. بله 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 در اسپرا در شهر اسپرا. خب بهترین داد. یعنی شما جانبدار هستید که من میگم امروز مهاجر تاجیک بساهیب است در روسیه. بله 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 بساهیب دیگه اگون بساهیب هیچ که در جمعی روسا میگه که ما پیشکی ما قدر دارد مردم تاجیک قدر ندارد. علم آور است. بله میفهمم. خب اگر اجازه باشد بر اسدالله هم صحبت موضوع دهم چی نوبت دهم یعنی که خب سلام علیکم. و علیکم سلام. امیدوارم که خوب هستی. بله تشکر. بسیار موضوع خوب قید کردید. در اصل بساهیبی در تاجیکستان خیلی زیاد است. خیلی مردم اوره کردن به طرف روسیه و به دیگر طرف ها. در همه این گناهکار همین دولتی همین ظالمی که از حکمرانی دارد باید این اولادی پس را از سر دولت کشیده یک دولتی خلقی کردن در کار. یک نفر را موندن در کار که همه ملت جمع کند. این ملت برباد داد. دیگر زیاد صحبت نمیکنم. میدونم که وقت شما تنگ است. با شما موفقیت میخواهم. در آینده دوام دهید. همین برنامه‌هاتون رو زیاد کنید. و نسبت این چاپلوسان چاپلوس گفته برآمد خودش چاپلوس است. دو تا دیگه هم اسفندیار یک برنامه ده میگه من تاکسی میرانم. یک برنامه دیگه ده میگه من تجارتکارم. موز بام میخوام معلم فیزیکالتور میگیره. اینا همشون بر دروغ هستند. این گپا اینا. اون دیگه یک دیگه خیرامان بود. یک از خوجند میدونم او را بسیار برآمد میکنه. در همین بالای سبزه میدوه رنگ گاو و گوسفند. نمانید اینا را بسیار گپ زدن. اینا بسیار گپای دروغ گپ میزنن. خلق بسیار در حساسی میکنن. چی میکنن؟ خلاصه به شما موفقیت. استعفا امامعلی رحمان. خب تشکر. این هم یک ابراز نظر بود. ما نظر همه رو احترام میدیم. بالا فکر همه هندسه همه از ما رو گوش میکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. در گوش میکنیم. فقط یوتیوب را خاموش یوتیوب ما خاموشه آقا جون. صدا بلنده. انا دویم چیزی که همین چیزی که همیشه اونمون معلم فیزیکالتور افشا گرفته پیش و یک بچه دیگه باتی کامپیوتر تمام بود رفت هوا یک گفتن در بره که اگر او قدر جوان مرد باشه اگر همون معلم هم قدر جوان مرد نیست بر زمین تاجیکستان افروپان خطر مادرای بورد این برش خطر مهاجرای که در باره مهاجر رسن این روز در همین جنبه سره در گیرانده برای رسانه ها البته دیده باشه که مهاجران را این در این وقت جنگ کردن آلوک زدن در همین دستیش شده در رسانه ها دیده باشه اگر حکومت صاحب نداشت اگر حکومت صاحب نداشت حدی اقل آواز بلند میکرد حدی اقل زیادی بر نه حدی اقل آواز بلند میکرد
آزاده در داخل مترو هستند اونجا. عجیب این که اینترنت در زیر زمین هم اینقدر فعال کار کرده ایستاده است، فقط صدای کارمندان همان مترو بلند است که در پوشیده می شود، کشاده می شود در روسیه. خب شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، همان نفرانی که اینقدر فرصت پرقیمت دریغ نداشته با ما بودید طول این یک مدت معین. خب برنامه ما بسیار در دوام برنامه از موضوع برنامه بیرون شده رفت، اما جالب دقت نکته های نظر هم بودند. فقط من هم با همان برادری که گفتند 8000 معاش میگیرم، بیایید اگر 5000 معاش دهد مکتب، من برمیگردم بر وطن، من باز هم کسب خود را ادامه میدهم، چون من کودکان را دوست میدارم. من دوست میدارم که سواد آموخته باشد کودک و وعده میدهم که از همان پروگرام جاری کرده مکتب بیرون نمی آیم. فقط شکرانه را بر آدم نه بر خداوند خواهیم گفت. ای مردم بیدار، پناهت به خدا تا دیدن دیدار، پناهت به خدا تا سه شنبه دیگر. واقعا سه شنبه دیگر روز 30 نوامبر برنامه داریم که این برنامه آخرین در فصل تیر ماه امسال می شود. بعدا میگذاریم بر زمستان، بعدا میگویم برف ریخت آلیه صبح، گوهر در گوهری برف ریخت عاطفه صبح، شکر در شکری. مخلصان گرامی قدر برنامه، تا برنامه دیگر همه شما را بر پناه سبحان کریم میسپارم. خیر.